الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. بعداً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اولاً همه شما پدران، برادرانی که در این خانه خدا حضور دارین، همه شما را خوش آمدید میگویم و یک جایه به شما دعا میکنیم که پروردگار به حرمت فذکرونی اذکرکم، مرا یاد کنید. خدای ما و شما میگوید من هم شما را یاد میکنم. به حرمت این ماه مولود پیغمبر خدا، خدایا طاعت عبادت هایی که الحال این بندگانت انجام میدهند به درگاهت خداوندا قبولش بسازی و خدایا آن ثواب و آن اجرهایی که در این نماز و در سایر عبادت هایی که بندگانت انجام میدهند موجود هست، خدایا ما را با نصیب بسازی. خدایا در دل ما محبت خودت، محبت پیغمبرت، محبت اسلامت خدایا جایگیر بسازی و دم آخری همه ما را پروردگارا دم با خیر بسازی. اللهم انا نسألك عیشة نقیة و میتة سویة و مردا غیر مخزئ ولا فاضح برحمتك یا ارحم الراحمین. بدایی که جمعه های پیشین داشتیم، اینها در باب اثبات عذاب قبر و سوال و جواب هایی که به ما ارسال شده بود جوابگردانی کردیم و جمعه پیشین با شما وعده کرده بودیم که در باب دوست داشتن پیغمبر خدا کمی با شما صحبت میکنیم. مادامی که این ماه مولود پیغمبر خداست، خوب میشد، البته فرصت بر ما میشد که تا که از تاریخ اول ولادت پیغمبر با شما حکایه ها میکردیم، لیکن خدا خواسته باشد در بین هر یک موضوع هایی که میگذرانیم کمی یادآوری از سرگذشت حیات این پیغمبرمان ما و شما آگاه میشویم. مولودی که روز شنبه این مسجد ما گذرانید، بسیاری از برادران در این معرکه بی نهایت سهم کلانی گذاشتند، خراجات های جانی و مالی کردند. خدای مهربان این برادران دائما سربلند و دولت های زیاده خدای نصیب و روزیشان بسازی و از شفاعت پیغمبرت این برادرانی که در این معرکه ما دست یاری دراز کردند خدایا با نصیبشان بسازی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره واللیل دیدم وصف گیسوی شماست. سوره واللیل دیدم وصف گیسوی شماست و الضحی خواندم سراسر نسخه روی شماست. پایه پایه تا به سوی قاب قوسین آمدم، پایه پایه تا به سوی قاب قوسین آمدم، چون نظر کردم صفات تاک ابروی شماست. دیدم بسیار در تفسیر ما زاغ البصر،
دیدم بسیار در تفسیر ما زاغ البصر، شرحی مستی چشم شورانگیزی جادوی شماست. حرف حرف سوره یوسف فرو خواندم شب، حرف حرف سوره یوسف فرو خواندم شب، ذره از آفتابی حسن دلجوی شماست. بانگ طبتم فادخلوها خالدین اندر جنان، بانگ طبتم فادخلوها خالدین اندر جنان، چون به گوش جان شنیدم از سر کوی شماست. آن روایت ها که میگویند از خلقی عظیم، آن روایت ها که میگویند از خلقی عظیم، دفتر اخلاق خواندم سر به سر فعل شماست. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. حضرت میگوید هر یک اعضای پیغمبری خدا، هر یک اندام پیغمبری خدا که آیتها به زیبایی اینها گواهی میدهند، وقتی که میخواندم هر یک اعضای او را، هر یک زیبایی رخساره او را، گیسوی او را، اخلاق او را در قرآن دریافت میکردم. حتی حضرت چی گفتند؟ آن روایت ها که میگویند از خلقی عظیم، دفتر اخلاق خواندم سر به سر فعل شماست. وقتی من دفتر اخلاق کشادم، وقتی من کتاب اخلاق کشادم، اخلاق حمیده را خواستم که بفهمم، همون اخلاق حمیده را ای پیغمبری خدا در سیرتی تو، در رفتار تو یافتم. زیرا که ما و شما وقتی قرآن میخوانیم به سوره قلم میرسیم که در پاره 29 از قرآن است، خدا چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، نون والقلم و ما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون و این لک لاجرا غیر ممنون و اینک لعلی خلق عظیم فستبصر و یبصرون بأیکم المفتون ان ربک اعلم بمن ضل عن سبیلی و هو اعلم بالمهتدین. صدق الله العظیم. چی میگه خدا؟ قسم بر نون، قسم بر قلمی که می نویسد. مفسران میگویند نون این دوات است، دوات گفته رنگ میگن. قسم بر آن قلمی که رنگ گرفته شد و او نویساند. چی را نویساند؟ از اول پیدایش دنیا تا آخر دنیا را خدا امرش کرد قلم بنویس، کتابت کرد. خدا گفتش ساکت شو، ساکت شد. ما انت بنعمت ربک بمجنون. وقتی مشرکان عرب که پیغمبر خدا را دیوانه گفتند، وقتی پیغمبر که گفت من پیغمبر خدا هستم، شما را به سوی یگانگی خدا میخوانم، چیش گفتن؟ گفتن این دیوانه هست. بعض مشرکان چی گفتن؟ نه، گفتن دیوانه نیست، با گمراه ماننده است. بعضی ها گفتن نه گمراه است و نه دیوانه است، بلکه این شیطان است. خدا برای حبیبش دلفی کردن چی گفت؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون. ای محمد تو مجنون نیستی، ای محمد تو دیوانه نیستی، تو گمراه نیستی، تو شیطان نیستی، بلکه این نعمت پیغمبری است که ما بر تو نصیب کردیم. و این لک لاجرا غیر ممنون. محمد این مشرکا به تو بسیار آزارها میدهند. تو نو بعثت شروع کردی، تو نو پیغمبری را دفترش کشادی، نو مردم به سوی یگانگی خدا میخوانی، لکن تو را بی نهایت مشقت دهشتی بسیار میارند. لکن چکار میکنم؟ و این لک لاجرا غیر ممنون. من تو را به حساب دیگر اجر میتم، تو به حساب میگیری، فقط تو تحمل کن، تو صبر کن. در دوام چی گفت خدا؟ و این لک لاجرا غیر ممنون و اینک لعلی خلق عظیم. محمد تو چگونه یک رفتار خوبی داری؟ ای محمد چگونه تو یک فعل خوبی داری؟ چگونه یک گفتار ملایمی داری؟ خدا خلق محمد تعریف کرد.
رفتار محمد تعریف کرد. حضرت بیهوده نگفتند آن روایت ها که میگویند از خلقی عظیم دفتری اخلاق خواندم، سر به سر فعلی شماست. البته این قرآن خودش گواهی میدهد. عایشه صدیقه که همبستر پیغمبر خدا بود، در تفسیرها همه تفسیرها بیانش میکنند. در تفسیر همین آیت وقتی پرسیدنش خدا محمد وصف میکند که بی‌نهایت فعل خوب داری، آیا چگونه بود فعل محمد؟ عایشه چی گفت؟ کان خلقه القرآن. گفت فعل محمد قرآن است. گفت از قرآن دیدی فعل شد، ملایمی و فضیلت قرآن میدانین. این گفت رفتار محمد است. حضرت خود میگوید ان الله بعثنی لاتمم مکارم الاخلاق. خدا مرا برای چی فرستاد؟ تا که من اخلاق مکارم مکرمه، یعنی عالی ترین مکارم اخلاق به مردم بفهمانم که اخلاق چی هست. ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. پروردگار مرا ادب داد. گفت محمد چی نیکو ادبی داشتم. ببین وقتی رسول اکرم فعلش که خوب بود، رفتارش که خوب بود، حسن خلق داشت، ما و شما باید پیروی رسول اکرم باشیم. باید ما و شما فعل خوب داشته باشیم، گفتار خوب داشته باشیم، رفتار خوب داشته باشیم. حتی رسول الله چی میگه؟ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. کدام شما ای امتی من ایمانش کدام شما مکمل است؟ ایمان همون انسانی که فعل خوب دارد، رفتار خوب دارد، گفتار خوب دارد، از دست یو کسی آزار نمییابد، از زبان یو کسی آزار نمییابد. ما شیء اثقل فی المیزان یوم القیامت من حسن الخلق. پیغمبر گفتند در روز قیامت در ترازویی که اعمالهای ما و شما را وزن میکنن، از فعل خوب در دیگر دیده وزنین تر چیز نیست. حسن خلق به نهایت وزنین است. وقتی هر باری که وزنین شد او با فایده انسان حل می شود، وقتی اگر از ثواب باشد. برای همین از پیغمبر ما و شما میگه این المؤمن لا یدرک بحسن الخلق درجة الصائم والقائم. کسی که اگر در دنیا رفتار خوب دارد، بچه خوب است، مرد خوب است، گفتار خوب دارد، او همچنانی هست که مثل که آدم شب تا روز نماز میخواند، روز تا بگر روزه دارد، چی مقدار ثواب دارد؟ حسن خلق برابر همون است. شما هم رفتارتون خوب کنید، با برادرها گفتار خوب کنید، زیرا پیشوای شما فعل خوب داشت، پیشوای شما بهترین اخلاق صاحب بود. با زنهاتون معامله خوب کنید، با پدرها و مادرهاتون با زبان خوش گپ زنید، زیرا که پیغمبر شما همچنان رفتار داشت. فستبصروا و یبصرون بایکم المفتون. خدا چی گفت؟ محمد گفت غمگین نشو، زود است که میبینی و میبینن که کی هست دیوانه. زود است که روز قیامت میآید، این مشرکانی که تو را پیوسته آزار میدهند میبینن که دیوانه کی هست، گمراه کی هست، شیطان کی هست. فستبصروا و یبصرون بایکم المفتون. مفتون اوجا میبینن کی هست. ان ربک اعلم بمن ضل عن سبیلی و هو اعلم بالمهتدین. محمد خدای تو میداند که کی از راه گمراه شده است، کی شیطان است، کی دیوانه است و کی در راه راست است. خدای تو اینا میداند. خیلی خوبی پیغمبری خدا. حرف سوره یوسف فرو خواندم شب، حرف سوره یوسف فرو خواندم شب، ذره از آفتاب حسن دلجوی شماست. یوسف، حضرت یوسف در بین تمام پیغمبرها بهترین حسن داشت. از حسن او زنهای مصر مفتون شدند، دستهای خود در قرآن میگه با کارچه بریدند، درک نیفتند، چهره زیبای یوسف دیدند. رسول اکرم گفت شب معراج وقتی که من حضرت یوسف زیارت کردم،
نصف حسن دنیا در چهره یوسف دیدم، اینقدر زیبا بودن. لیکن جابر چی میگه؟ همنشین پیغمبر خدا چی میگه؟ كنت جلست مع رسول الله صلی الله علیه و سلم لیلا و کان قمر بدر. شب میگه در پهلوی پیغمبر خدا نشستم. حضرت جابر میگوید ماهتاب میگه همون شب 15مش بود. آسمان بی نهایت روشن بود. ماهتاب دیده از آسمان در روشنتر بود. نظرت الى وجه رسول الله صلی الله علیه و سلم مرتا و الى القمر مرتا. حضرت جابر میگوید یک بار چهره پیغمبر نگاه میکردم، یک بار دیگه چهره ماهتاب روشن نگاه میکردم. قسم به خدا که چهره محمد میگه از ماهتاب دیده روشنتر بود. محمد زیبا بود. حسن محمد از حسن یوسف گذشته بود. رسول اکرم چنان روشنی بودند حتی حدیثهای صحیح پیغمبر روایت میکند که در خانه داخل میشدن روشنی خانه را فرا میگرفت. میگه بوی خوشش تمام کوچه ها را میگه بسته میکرد. این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرین. خداوند در قرآن میفرماید وقتی که نزد حضرت رسول اکرم گروهی نصارا آمدند، مردمی که حضرت عیسی را پرستش میکنند، وقتی آمدند بر رسول اکرم گفتند که ای پیغمبر تو میدانی که برای چی ما عیسی را بچه خدا میگیم؟ میدانی؟ گفت برای چی میگین حالان که خدا خود منزه است؟ خداوند فرزند ندارد، خداوند یک و یگانه است. گفت برای آنی که ما خدا را دوست می‌داریم، برای دوست داشتن آنی که ما خدا را دوست می‌داریم عیسی را بچه خدا میگیم. در زمان میگه آیت فرامد چی بود؟ این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. جبرائیل امین آیت فراورد گفت محمد بر این گروه نصارا بگو که خداوند میگوید اگر شما دعوا دارین که خدا را دوست می‌دارم، اگر دعوای شما حقانی باشد پیروی محمد شوین، پیروی محمد شوین. خدای شما یحببکم الله، خدا شما را دوست می‌دارد و یغفر لکم ذنوبکم، به سبب دوست داشتنتان باز گناههای شما را خدا مغفرت می‌سازد. والله غفور رحیم، خدای شما بی نهایت غفور رحیم است. شما پیروی محمد چین. اطیع الله اطیع الرسول، خدا را وقتی شما میخواهید که اطاعت کنین اطاعت محمد بکنین. فإن تولوا، اگر شما نخواهید که بر محمد پیرو شوین، فإن الله لا يحب الكافرین، یقین بدانین همه شما کافر هستین، خدا کافر را دوست نمی‌دارد. این گروه نصارا را همچنان خداوند جواب گردانید. کجا است همون پیروای عیسی که امروز نظر به همین آیت های کریمه کنند؟ کجا است همون پیروای عیسی جاهلی که امروز به سوره صف نظر کنند که خود عیسی چی میگه؟ اذ قال عیسی یا بنی اسرائیل اینی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا بالرسول یأتی من بعدی اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. صدق الله العظیم. خدا چی میگوید؟ میگوید ای محمد همین عیسی که 530 سال یا 540 سال پیش از تو گذشتگی هست، همین عیسی در بین همین بنی اسرائیل برآمد کرد، گفت ای بنی اسرائیل
من بر کتابی که در پیش دارم این از موسی بود، من بر این باوری داشتم. امروز انجیل عیسی، انجیل من آمد، شما چنگ زننده بر انجیل من باشید. لکن فراموش نکنید که بعد من پیغمبری می آید که خاتم النبیین است. پیغمبری بر همون انسان ختم می شود. اسمه احمد، نامی او احمد است. شما بر همون انسان چکار کنید؟ پیرو شید. پیغمبر ما و شما در آسمان به نام احمد مشهور است، در روی زمین به نام محمد مشهور است. عیسی پیروان خودش دلالت به چی میکند؟ دلالت به چنگ زدن به سوی رسول اکرم میکند. در دیگر جای قرآن خداوند چی میگوید؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. پیغمبر بر شما از نفسهاتان دیده باید محبوب تر باشد و زنهای پیغمبر مادرای شما هستند. وقتی که جنگ تبوک میگد آغاز شد، رسول اکرم اعلان کرد که همه مردم مسلمان بیرون شوید و در این جنگ تبوک همراه من اشتراک میکنید. این صحابه ها چی گفتند؟ گفتند پیغمبر خدا، از پدر و مادر میپرسیم، آمده در کشونهای لشکری تو همراه میشویم و با ضد آن کسانی که دین تو را و قرآن تو را تحقیر میکنند مبارزه میبریم. آیت آمد النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواج امهاتهم. محمد بر این امتات خبر بده که تو را باید از پدر و مادر دیده دوست بدارن. پدر و مادر کجا میپرسن؟ از تو میپرسن. از نفسها و از جانهاشون دیده تو را دوست بدارن و خبردارشون کن که زنهای تو مادرهای اینها هستند. البته به البته رسول اکرم حدیث صحیحش است، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والدی و ولدی و الناس اجمعین. ایمان شما کامل نیست ای امت من تا زمانی که شما مرا از پدر و مادرتان، از فرزندهای جگرگوشتان و از تمام مردم و از مال و انجام و پول و خانه که دارین و از جانهایی که در وجود دارین، از این دیده مرا دوست ندارین، ایمان شما کامل نیست. در اصل خدا ما و شما را منت میکند که ای بندگان، ای تخم انسان، پیش از آنی که محمد بر زمین نیامده بود و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین، شما گمراه بودین. شما نمیدانستین انسان چی هست، شما نمیدانستین خدا چی هست، شما انسان اخلاق نمیدانستین چی بود. روز رسول اکرم آمد دنیا منور شد. روز رسول اکرم آمد انسان قدر و قیمتش پیدا شد. همه ای طفیل پیغمبر خدا شد. ما و شما را خداوند منت میکنه. حضرت عمر میگه در معرکه بودن، گفتن یا رسول الله انت احب الی من کل شیء الا نفسی. پیغمبر خدا، من تو را از پدر و مادرم دیده، از فرزندهام دیده، از خانم دیده، از مال انجام، از تمام یار رفیقم دیده، تو را دوست میدارم، لکن بغیر جانم، جان خودم دوست میدارم. رسول الله گفتن لا یا عمر، تا اگر از جانت هم دیده مرا دوست نداری ایمان تو کامل نیست. عمر حضرت چیکار کردند؟ حضرت میگه در تفکر رفتند، گفتند من همان عمری نبودم که شمشیر در دستم بود، میخواستم سری محمد ببرم. این امروز قدر من، این قیمت من در بین تمام مسلمان ها پیدا شد، طفیل محمد بود آخر. و ایلا من کی بودم؟ و ایلا من کی بودم که رسول اکرم از من دعا طلب میکند؟ من از کی؟ من از صحابه رسول اکرم به این درجات رسیدم. و ایلا من هم سگ از سگای دوزخ بودم. اگر همراه ابو جهل، همراه ابو لهب از دنیا میگذشتم، مثل اونا دوزخی بودم. من این شرافت و درجاتی که رسول اکرم گفت قصر عمر در جنت دیدم، من در طفیل رسول الله یافتم. میگه گشته گفتن یا رسول الله
انت احب الی من کل شیء حتی من نفسی. پیغمبر خدا از پدرم دیده، از مادرم دیده، از فرزندهام دیده، حتی از جانم دیده من تو را دوست می‌دارم. رسول الله چی گفت؟ یا عمر الان تمت سعادتک، الان ایمان تو کامل شد، نیکبختی نصیب تو شد ای عمر. صحابه ها پیغمبر خدا را به نهایت دوست می داشتند. یک صحابه بود به نام مصعب ابن عمیر، جوان بود. رسول اکرم میگد وقتی که من با همراهی مصعب در مدینه منوره بودیم، پدر و مادر مصعب بسیار به دولت بودند لکن ایمان نداشتند. این مصعب میگد پنهانی از پدر و مادرش ایمان آورده بود. وقتی که رسول الله میگد در کوچه ها سیر میکرد مصعب، بهترین لباس هایی که 200 درهم بود در تنه همین مصعب بود. بای بچه بود میگد. پنهانی آمد میگه بر من ایمان آورد. وقتی میگه ما احوالمان که تنگ شد، دیگر آزار و مشقت این مشرکان که زیاد شد، به حبشستان میگه سفر کردیم. و این مصعب میگه پنهانی از پدر و مادرش از خانه بیرون شد و پیما شد، به حبشستان میگه آمد. من به شما محبت صحابه ها را گپ میزنم. وقتی میگه بر حبشستان آمدیم، بی نهایت احوال من بد بود، خوردنی نداشتیم، آب زیادتی نداشتیم، همه با یک چینک معینی بود. میگه این رسول اکرم میگه من در زیر یک درخت نشسته بودم، به ناگاه با پیش میگه همین مصعب گذشت. همان مصعبی که میگه 200 درهم کرته میپوشید. نگاه کردم که در این مدتی که همراه من است یک گیلیم کونه در پشتش پرتافتگی بود. حضرت میگه چندین جای گیلیم میگه دریدگی بود. نگاه میکردم که به حضور نمایان بود که حضرت یا شکمش گرسنه بود میگه یا حلقش تشنه بود. میگه از پیش من گذشت. دیگر میگه من طاقت نکردم، ایمانداری مصعب را که دیدم میگه دیگر گریان شدم. رسول اکرم میگوید وقتی میگه اندک روز از بین گذشت، به ناگاه اعلان جنگ شد که فردا یک قبیله با شما اعلان جنگ دارد. رسول الله همه صحابه ها را میگه خبر کردم. فردا میگه به میدان جنگ وقتی که در آمدیم، بیرق میگه مصعب گرفت. این بیرق برداشتن البته کار خیلی یک آدم به غیرت در کار است که بیرق بردارد. بیرق برداری این نشانش همین است که یعنی دل مسلمان ها را باز قوت زیادتر میکند، روحیه مسلمان را به قوت میکند. میگه نگاه کردم که همون بیرق در دستش است و میگه بی نهایت جنگاوری میکرد. به ناگاه میگه همون دستی که بیرق داشت میگه از دست یک مشرک زده شد. لکن میگه مصعب ایمانی که کاملی که در وجودش جوش میزد در دست دیگریش میگه بیرق داشت و پیش میرفت تا که مردم مسلمان میگه روحیش نافتاد و پیش حرکت میکرد. میگه وقتی میگه با پیش میرفتیم نگاه کردیم این دفعه که دست دیگری مصعب میگه زده شد. لکن مصعب خدا رحمت مغفرتش کند، ایمان کامل که بود، اسلام اساسی که در وجودش جوش میزد، حضرت میگه همین دستهای چلاقی که داشت میگه پر از خون در پیش بر میگه همون بیرق داشتگی بود و با پیش میگه با یک صدای پست آواز میداد با پیش میرفتن. به ناگاه میگه رسول الله میگه دیگر جایی نبود که ما پشتیبانی مصعب کنم، زیرا که همه احاطه ما مشرکا بود. بنا میگه خنجر میگه در شکم به همین مصعب زده شد که میگه بیرق از دست مصعب میگه به زمین زد. من فرمان دادم که یک صحابه بیرق بردارین تا که روحیه مسلمان ها شکسته نشود. میگه بیرق در دست دیگر صحابه زد، میگه بالا برداشتن. وقتی میگه بود چی جنگ گشته آمدیم، همان شالچه همان گلیمی که در پشتش پرتافتگی بود خواستیم از همون کفنش کنیم. همین بچه‌ای که در یک ناز نعمت تولد شدگی
همین بچه‌ای که بهترین لباس پدرش می پوشید، همان میگه گله ما وقتی که از بالا می پرتاییم زانه های مصعب نمایان می شود، از پایان پرتاییم بالای سرش نمایان می شود. صحابه گفتن یا رسول الله را چگونه کفن کنیم؟ رسول الله میگه فرمان دادم بالای سرش پوشانیم و پایان پاش یک توده خار میگه آوردیم محکم کردیم و همت میگه در گور جاش کردیم. صحابه را محبت شوید. حضرت خباب خدا رحمت و مغفرتش کند، وقتی که میگه اسیر افتاد در دست مشرکا، چنان خواب میکرد بیگاه که میشد بر شکم میگرداندند، در جای همون سوختگی بدره میزدند، حتی میگه همون آهنای داشتن گرم کردگی در پشت همین خباب میگذاشت. رسول الله گذر میکرد، قدرتی نداشت. رسول الله گذر میکرد میگو خباب صبر کن، باغی از باغهای جنت صاحبی تو میشود. حضرت میگه دائم همین خبردارش میکرد، لیکن هزار شکر که خباب از دست مشرکان میگه کشته نشد. وقتی حضرت عمر میگه دوره های خلافتون بود، خباب پرسان کردم ای خباب تو چگونه عذاب ها دیدی؟ حضرت میگه کرته را بدر کردن، گفتن بر همین دو شانه من نظر کن خود عذاب معین میشود. حضرت عمر میگه نگاه کردیم در پشت خباب هیچ گوشت دیده نمیشد، همه سوختگی بود، همه سوزاندگی و همه کندگی بود. لیکن حضرت در محاربه ها اشتراک میکرد، برای نه خانه داشت، نه پول داشت، نه مال داشت، فقط برای چی؟ برای حمایه قرآن، برای حمایه پیرو پیغمبر خدا، برای حمایه اسلام چکار میکرد؟ جان فدایی میکرد. امروز همان اسلامی که به مشقت آمده است در دست ما و شماست. ای انسانی که ترک خدا زده است به انصاف شده، تو نخواه که به یک پارچه نان، نخواه که به یک نیم کیلو روغن همین یهود تو همین دین خودت تغییر بدی. عیب نیست، انصاف نیست. عمر اندک است برادر عزتمند، عمر اندک است، 50 سال 60 سال چنان گذری میکنه تو نمیفهمی، تو به خدای خود رو پرو میشه. این دین عند الله الاسلام، دینی که اون نجات دارد این اسلام است. همه دینها در برابر اسلام منسوخ شدن، بیکار شدن، اینا دیگر هیچ اهمیت هم ندارن. کسی چنگ زننده بغیر اسلام است، خدا بر او چی میگه؟ میگوید که لن یقبل منه و هو فی الاخرة من الخاسرین. یقین بدان کسی که پیرو محمد نیست، کسی که چنگ زننده اسلام نیست، او کس در آخرت زیانکار است و اون کس در نزد خدا جوابگر است. حضرت بلال رضی الله عنه حبشی بودند. بلال از پیروی شد سرمه چشم، مولوی میگد سرمه چشم پیغمبر خدا از چی حساب شد؟ از حساب پیروی پیغمبر شد. حبشی بودند. وقتی آمدن رسول اکرم دیدن شیفته شدند، یقین دانستند که از این گونه چهره، از این گونه زبان دروغ نمیبراید. پیروی محمد شدند. مادامی که غلام بودن، سردارش شکار کرد، سردارش درکدار شد که بلال ایمان آورده است. بردن همون جایی که مصعب عذاب میکردن، در همان زمین خواباندند. این ابو جهل لعنتی در بالای میگه شکم همین بلال یک خرسنگ بی نهایت کلانی را گذاشت که دیگر حضرت میگه حرکت کردن نمیتونست. لبه ها همه کفیدگی، بیابان تصفان. وقتی به پیش میگذشتند، آیا از دین بابات پیروی میکنی یا دین محمد را؟ بلال چی میگفت؟ احد احد احد، خدای یکه را پیرو هستم، خدای یکه را پیرو هستم، خدای یگانه را پیرو میشم. عذاب میدادند. ابو جهل میگوید مانده میشیدم. تاریخ میگوید ابو جهل از زدن بلال، امیه ابن خلف از زدن بلال مانده میشدند، لکن بلال نمیگشت. ابو بکر صدیق میگه و پیشش گذر کردم، نگاه کردم به نهایت حالش بد است. گفتم ابو جهل چند سوم میفروشی بلال را؟ میگه گفت 100 تنگه. بلال میگه 100 تنگه برآورده در دستش دادم. بلال خلاص کردم، آوردم نزد رسول اکرم.
میگد ابوجهل در تمام شهر آوازه کرد که اگر ابوبکر 1 تنگه میداد من میدادمش در عوضی که مرا 100 تنگه داده است. ابوبکر صدیق گفت اگر تو میدانستی منزلت بلال، اگر تو میدانستی که قدر بلال، تو میدانستی این توحیدی که در وجود بلال است، تو اگر 1 تنگه نه 1000 تنگه میگفتی من میخریدمش. وقتی آوردوش درون وجود بیرون سیاه بود، لکن درون آینه واری سفید بود، همه وجود ایمان بود. رسول اکرم دید که بی نهایت ایماندار است. حضرت اذان در دست بلال داد، دائما اذان میداد. وقتی رسول اکرم میگه در مدینه منوره از دنیا گذشتن، بلال دیگر طاقت نکرد، ترک کرد، بر همون حبشستان خودش رفت. میگه 1 سال از بین گذشت که پیغمبر خدا را در خواب دید. میگه پیغمبر گفتش بلال این چی ظلم است که در حق ما کردی، بار زیارت نمیای؟ بلال میگه در خواب گفتمش رسول اکرم من دیگر در مدینه دور دادن نمیتونم، هر وقتایی که قبر مبارک تو را میبینم دیگر من طاقت مدینه در زندگی کردن نداشتم. میگه مادامی که خواب دید حضرت میگه گشته آمدم به مدینه. وقتی میگه مدینه در آمدم، امام حسن که میگه خیلی کلانسال شده بودن، مرا گفتن که مثل همون دوره پیغمبری خدا نمیبرای ای بلال 1 بار دیگر اذان بتی. میگه این یارای بهشتی را دیگر گپشون رد کردن نتونستم، بالای منبر برآمد. میگه وقتی که میگه بلال اذان گفت الله اکبر الله اکبر، مثل که دوره پیغمبر در اذان میگفت، تمام زنها و مردها میگه زنده شدن، گویا که محمد زنده باشد. همه میگه از خانه ها بیرون شدن. حضرت میگه رسید اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا عبده و رسوله گفتگی در از حش میگه غلطیدن. نام محمد بر زبان کران میگه حضرت در جاش غلطیدن. وقتی میگه به یک میدانی که شادی آوردنش، حضرت علیه میگه چنان محبت جوش میزد، میگفتن اولاد اجدادش میگفت که وا مصیبتا، امروز بلال از بین ما میرود. بلال باشد چی میگو؟ غدا القا محمدا و صحبه، چی خوشی است که فردا محمد با همراهی صحابه هاش زیارت میکنم. چی خوب است که من فردا در جنت با این یارایی که داشتم با اینا ملاقات میکنم. با همین شیرینی محبت پیغمبری خدا تلخی جان حضرت میگه دیگر هیچ حس نکرد. محبت صحابه ها را بید. محبت صحابه دیگر به نام هلال بود. شاید شنیده باشین، من به شما پیوسته این محبت صحابه را میگم، بعدا محبت خودتان با محبت صحابه مقایسه کنید. رسول اکرم میگه ما جمع یک جایه میگه در مسجد نشسته بودیم، اطراف من میگه پر از صحابه ها بود. به ناگاه میگه گفتم ای یاران من، ای همنشینان من، الحال از دروازه مسجد کسی داخل می شود که جنت مشتاق اوست. صحابه در حیرت ماندند که آدمی جنتی را در دنیا چهرهش بینیم کی باشد. همه میگه خستند نزد دروازه رهسپار شدند. لیکن رسول اکرم گفت ای صحابه ها، گفت دوستان خدا را شناخته نمی شود. آن کسی که الحال وارد مسجد می شود که مشتاق جنت مشتاق اوست، شما او را نمی شناسید. صحابه میگه گشته آمدن در اطراف پیغمبر مثل پروانه نشستند. به ناگاه میگه یک مرد در آمد، قد دراز داشت و سیاه‌پوست بود. این بلال نبود، این هلال بود. به نزدیک رسول اکرم آمد، با پیغمبر خدا میگه سلام کرد، در پیش پیغمبر خدا نشست. رسول الله میگه وقتی من نظر به چهره هلال کردم، چشمهاش میگه در قعر سرش رفته بود از گشنگی. میگه گفتم هلال اگر اجازت باشد طعام برای تو مهیا کنم تا که افطار کنیم. میگه هلال گفت پیغمبر خدا من نظر کردم که اگر با پیغمبر خدا ملاقاتی شوم 3 روز روزه میگیرم. امروز که خدا مرا نصیب دیدار تو کرده است،
من 3 روز روزه میگیرم. رسول الله میگه گشته گو هلال وقتی که بعد 3 روز روزه تا میشکای در حق محمد دعا کن. هلال میگه گشته گفتن یا رسول الله شما نجات یابنده هم در دنیا و هم در آخرت هستید، شما آفتاب هم دنیا و هم آخرت هستید، شما دعای هلال ده هیچ احتیاجم ندارید. چگونه ای که عمر میگوید من وقتی که مکه مکرمه میگه فتح شد، اسلام وقتی غلبه کرد در مکه مکرمه، من اراده کردم که رفته یک عمره کنم در خانه کعبه. پیغمبر خدا میگه به جانب من گشت گفت عمر اشرکنا بشیء من دعائک ولا تنسنا. عمر وقتی تو عمره میکنی و عمره را بود میکنی یعنی حج بود میکنی، محمد را فراموش نکن، در دعات مرا وابسته بکن، در حق من دعا کن. عمر میگه وقتی این سخن من از زبان رسول اکرم شنیدم، برای من دیگر دنیا و آن چیزی که در دنیا بود مثل این کلمه مرا خوشنود نکرد که محمد از عمر دعا طلب میکند. هلالم همچنان از پیغمبر خدا گفتن شما احتیاجی دعا ندارین ای پیغمبر خدا، لکن خدا داناست که آیا این 3 روز دیگر من حیات دارم یا ندارم. میگه از نزد رسول اکرم بیرون شدن، از بین میگه چند روز، شاید 1 روز شاید 2 روز گذشت که حضرت جبرائیل میگه پایان شد. گو یا رسول الله هلال از دنیا گذشت، هلال از دنیا گذشت، خداوند بر تو امر میکند که تکفین و تجهیز هلال خود به دست خود بکن. رسول الله میگه گشته گفتم جبرائیل چرا تو شتابان هستی، چرا سراسیمه هستی؟ گو خداوند بر من امر کرد که رسول اکرم بر فوت هلال خبر بده و بعدا رفته سری بلال بالای زانوی خود بگذار، زیرا در جای وفات کرده است که بالای سری و پر از پشه است، من مگسرانی میکنم. حضرت رسول اکرم میگه حیرت نماندم و پرسیدن که یا جبرائیل هلال در کجا از دنیا گذشت؟ گفت در خانه مغیره، غلام مغیره است، در خانه مغیره از دنیا گذشته است. رسول الله میگه به جانب صحابه گشت و گفت ای اهل اصحاب، همان جوانی که داخل مسجد شده بود و ما گفتیم که جنت مشتاق اوست، امروز جنت به این آرزوی خود نائل شد، هلال از دنیا گذشت. خدای من بر من امر میکند که تکفین و تجهیز او را و غسل او را به دست خود کن. یک جای خانه مغیره میریم، صحابه میگه یک جای خیستیم، یک جای خیستیم، میگه خانه مغیره رفتیم. مغیره دشمنی خدا بود، مغیره این دشمنی پیغمبر خدا بود. وقتی نزد دروازه مغیره ده میگه راست شدیم پیغمبر خدا، بر مغیره صدا کردن که رسول الله نزد دروازه توست. این بدبخت که رسول الله را نمیشناخت، این خدا زده که رسول الله را قدر شکی نمیدانست، چی گفت؟ گفت پیغمبر نزد دروازه من چی میکند؟ کجا آمد از خانه من؟ مولوی رومی چی میگوید؟ رسول را استونی حنانه بشناخت، ابو جهل آدمی و دشمنی ساخت. رسول الله وقتی میگه در بالا یک کنده خرما به مردم موعظه میکرد، برای پیغمبر وقتی یک منبری نو میگه تیار کردن، رسول الله از بالای کنده خرما فر آمدن، بالای منبر بر آمدن. صحابه ها میگن در داخل مسجد گویا که یک گوده گریه میکرد، نالیش در مسجد بلند شد. پرسان که پیغمبر خدا این نالیش از کجاست؟ گفت همین کنده خرما بحر من گریه دارد که من امروز او را ترک کردم، بالای منبر نو بر آمدم. رسول الله میگه پیشی بر کردن، همون کنده را آوردن در تی مناره منبر خودشان گذاشتن. میگه کنده میگه از آواز دادن مان. مولوی رومی امیر میگه که رسول را استونی حنانه بشناخت، همون خرما چوب بود، جان نداشت، عقل نداشت، لیکن پیغمبر شناخت. ابو جهل آدمی و دشمنی ساخت. ابو جهلم این ابو لهبم
این مغیره هم، امیه ابن خلف هم، همه اینا آدم بودن لکن پیغمبر را نشناختن. گفت چیکار میکند پیغمبر نزد دروازه من؟ و میگه بیرون شد. وقتی که میگه بیرون شد، رسول الله را که دید، رسول الله گفت که مغیره در خانه تو دوستی از دوستهای خدا گذشته است. گفت در خانه من کسی نگذشته است، من نو از نزد دسترخوان همراه اولاد و اجدادم بودم. گفت ای مغیره، گفت من از پیش خود نیامدم، مرا خدای خود امر کرده است. مغیره در این گپ میگه دو دیله شد، خواست رسول اکرم دروغگو کند، خانه در آمد. وقتی میگه بیرون شد، نگاه کرد همه خانه ده، همه سلامت است، اون فرزندای بدبخت مشرکش همه زنده است. خواست که پیغمبر دروغگو کند، در حالت میگه غلام دوید آمد، گفت ای مولا، گفت ای مغیره، گفت هلال از دنیا گذشته است. میگه مغیره گفت محمد، گفت عجیب گپی میزنی، از خاندان تو کسی گذشته است، از خاندان من کسی نگذشته است. یک غلامی بود وای گذشت، و یک عاقل روبی من بود وای گذشت. رسول الله گفت اگر تو میدانستی که هلال کی است، اگر تو میدانستی که هلال در کدام زینه است، هیچگاه این سخنها را نسبت ما نمیگفتی. رسول الله میگه وقتی که من داخل همون جایی که شتران اسپان همین بدبخت بستگی بود، وقتی وارد شدم، میگه نگاه کردم جبرائیل یمین، میگه سری مبارک هلال بالای زانو گذاشته است و پشه هایی که بالای هلال میشیشت همه اونا را از بالای سر هلال دور میکرد. نگاه کردم پای مبارکش در بالای سرگینای شتر و سری مبارک در نزد تی پای همون شتران، نگه هم تفتیدگی جان به حق تسلیم کردگی است. عمر میگه گفتن یا رسول الله من خود میشویم، من خود کفن میکنم. محمد گفت هلال غریب بود، هلال یتیم بود، هلال بیکس بود، محمد هم یتیم است، محمد هم غریب است، غریب را غریب میشود. حضرت میگه دست به شستن زدن، حضرت بلال کفن کردن. وقتی میگه من، حضرت عمر میگه همراه رسول الله که وقتی به قبر بردیمش، در قبر میگه وقتی که هلال داخل کردیم که حضرت در دنیا روزدار بودن، میگه دهن لحد بسته شد، رسول اکرم تبسم کردند. صحابه میگه پرسیدن یا رسول الله این قبرستان که موضع تعزیت است، موضع جای گریه است، این خنده بهر چیست؟ رسول الله گفت وقتی که هلال گذاشته شد، دو حور از بهشت در دست یک طعام جنت، در دست یک شراب از حوض کوثر نزد میگه بلال حاضر شدند. یکی میگفت بلال گرسنه آمده از طعام جنت میخورد، یکی میگفت که هلال از دنیا تشنه آمده است، این آب می نوشد. یک حور دیگر آمده است، میگه به جانب من اشاره میکرد ای محمد هلال در نکاح من بدرار. میگه هلال به جانب من تبسم کرد و گفت لا اريد الا هو، نه طعام میخوام، نه شراب میخوام، نه حور در نکاح خود میدارم، تا جمال الهی را نبینم من به هیچ کدامی راضی نیستم. محبت بین، تا جمال خدا را من نگاه نکنم، بر من نه زن لازم است، نه شراب لازم است، نه طعام لازم است. با این گونه از دنیا گذشتن. دشمنی را بینید. ابو لهب وقتی که در سوره شعرا آیت 214 ای را تحلیل شد، وقتی نگاه کردیم، خداوند امر کرده بود است و انذر عشیرتک اقربین. محمد اولاد اجداد از خدا بترسان. تمام آن کسی که عمکی توست، تقای توست، خاله و عمه توست، همگی را از عذاب خدا بترسان. رسول الله میگه بالای کوی صفا برآمدم و گفتم ای بنی عهدی، ای بنی فهد، ای بنی هاشم. میگه وقتی از بالای صفا در مردم عرب میگه در حالت صدا میدادن که اگر یگان خطر می آمد یک کس از بالا میبرامد اعلان میکرد. تمام مردم میگه وقتی صدای محمد شنیدن همه دوام به پیش رفتن.
میگه رسول الله از بالای کوه به خویش تبارش گفت که در این مجلس ابو لهب هم اشتراک داشت. گفت امروز آیتی از جانب خدا آمد، گفت که خویش و قومیتت را از عذاب من بترسان. میگه ابو لهب از بین خیست و چی گفت؟ گفت تبا لک علی هذا الیوم جمعتنا. ای محمد تو هلاک شوی، همین روزی دراز برای همین سخن مرا جمع کردی، برای همین سخنی که ما را به سوی خدای خود دعوت میکنی برای همین دعوت کردی. بعضی مفسران میگه سنگ هم برداشت، سنگ هم برداشت، میگه به جناب رسول اکرم حواله داد. رسول الله وقتی از این معرکه ناخشنود شدند، غمگین شدند، زیرا که اگرچه اولادها همش انکار کردند لکن مثل ابو لهب مشقت و دشنام ندادند. وقتی میگه رسول الله دویم بار دعوت کرد، ابو لهب گفت آیا وقتی من دینی تو را قبول کنم از دینی تو چی فایده هست؟ رسول الله گفتند که وقتی تو اگر دینی مرا قبول میکنی تو و سایر مردم در حق برابر هستیم. گو من بر این قدر دولت سولتی که دارم برابر یک آدمی کم بغل هستم؟ رسول الله گفتند که خدا میگوید که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نزد من دولت و سولت اعتبار ندارد، نزد من کسی که از خدا میترسد اونها برابر هستند. میگه ابو لهب گفت هلاک شوی با همراه این دینت که من برابر مردم کم بغل برابر باشم. میگه پیوسته از پی آزار رسول اکرم شد، آیت فرامد تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب سیصلی نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. هلاک باد هر دو دستی تو ای ابو لهب شکسته باد. و شکسته شد. وقتی این آیت آمد ام جمیله که زن این ابو لهب بود که کارش میگد حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد، در گردن یک ریسمانی داشت، میگد کارش هیزم کشی بود، فقط خار میکشید، نزد دروازه پیغمبر و نزد در مسجد میپاشید تا که مسلمان ها آزار بیابند. این ابو لهب پهلو با پهلوی پیغمبر خدا میگد خانه داشت. وقتی رسول الله میگد در میدان که خراگ میپخت آورده همین پسمانده گوسفند و پسمانده بز میگد در دیگ پیغمبر خدا میپرتافتند. رسول الله میبرامدن غمگین میشدند. آیا میگو حق همسایگی همین است؟ دیگر حضرت هیچ سخنی نمیگفتند مگر که یک اخلاق حمیده خوبی داشتند. این ابو لهب میگه 3 فرزند داشت، یکی عتبه، یکی معتب، یکی عتیبه. این عتبه و این عتیبهش باز دامادای پیغمبر بود. اینا پیش از پیغمبری شدنش 2 دخترش رقیه و ام گلثوم در دست این 2 فرزند ابو لهب بود. وقتی این آیت که آمد ابو لهب غمگین شد. ابو لهب در مثال یک غمگین، یک بگیم دهشت در وجودش پیدا شد که رسول الله مرا مسخره میکند، باز از خدای خود چیزی برای من آورده است. میگه در حال عتبه و عتیبه را فرمان داد که دخترهای پیغمبر را طلاق کنید. اگر شما دخترهای پیغمبر را طلاق نمیکنید پدری من بر شما حرام است. این عتبه و معتبش بعد فتح مکه باز ایمانی به پیغمبر آوردند، لکن عتیبهش به زمانی که دختر پیغمبر که رقیهش در دستش بود طلاق داد، باز چیکار کرد؟ گفت پدر گفت من رفته گفت پیغمبر خدا را اذیت میتم. پدرش اجازت داد، مرحمت گفت رفته اذیت شده. آمد میگه در پیش پیغمبر دختر پیغمبر را طلاق داد و گفت که ای محمد، گفت من آیت اذا نجم الهوا الذي اذا تدلى را انکار میکنم. این آیت چی است؟ پیغمبر خدا میگه ستاره ها، خداوند قسم خورده است به ستاره هایی که در آسمان است. بعضی مفسران میگه برای چی خداوند به ستاره ها قسم خورد؟ میگه برای که عدد ستاره
نامعین است. دوم اینکه بینهایت حرکت کلان دارند و هر یک ستاره آسمان چندین برابر از زمین کلان است. ولی با قدرت خودش خداوند قسم خورد. الذی اذا تدلی، پیغمبر خدا گفته بود که به نزد من جبرائیل میفراید، بر من وحی میارد. این عتیبه گفت که من با آن ستاره هایی که خدای تو قسم میخورد و با این جبرائیلی که تو میگوی من این کار میکنم، اینا را باور نمیکنم. باز به زمین چیکار کرد؟ میگد دهنش میگد پر از خطوف کرد و با پیغمبر خدا حواله کرد. توف به اندام پیغمبر پرتاخت. صاحب قرطبی میگد هزارها شکر که میگد این توف بدبخت در چهره پیغمبر خدا نافتید. لیکن پیغمبر خدا چی گفت؟ دست برداشت گفت اللهم سلط علیه کلبا من کلابک. خدایا گفت این بدبخت، این روسیا را به سگ از سگهای خودت گفت مبتلاش بساز. ابولهب همراه 3 فرزندش دائم که تجارت میکرد به شهر سوریه میرفت. هر 3 فرزنداش خطی میگد رهسپار شد، به شهر شام رسیدند. در یک دهه میگه قرار گرفتند. مردم اون دهه آمد گفت در اینجا شیرها بسیار است، آدمها را شکار میکنند، خوب میشد که از اینجا دورتر میرفتیم. ابولهب گفت من فرزند خدمت در بین شترها میخوابانم و عسکر در اطرافش میمانم، هیچ کس بر این زیان و زلال داده نمیتواند. لیکن وقتی که خدا خواسته باشد، وقتی که قدرت خداوندی که بالای کسی نرفته باشد، اگر در داخل قصر باشد که به منزله سوزن سوراخی نداشته باشد، حکم خدا اونجا داخل می شود. میگه در بین خوابید همان سگی که از سگهای خدا را پیغمبر دعا کرده بود، شیر از شیرها میگه پیدا شد و میگه با بالای شترها میگه قدم میزد، شتر میگه از جاش نمی جنبید. آمد میگه بو میکشید، هر عسکر بو میکشید. به ناگاه میگه به راس عتیبه رسید. بر زمان میگه از گلوی این بدبخت میگه داشت و میگه پاره پارش کرد. سحر میخیزند این بدبخت در چه حالت میبینند؟ در حالتی که دعای پیغمبر خدا در حق این ناکس تأثیر کرده بود. دشمنی هم جزای خودش میگیرد. راه بد مرو که بد افتی، چاه در راه مکن که خود افتی. البته هر کسی که برای اسلام، برای قدر پیغمبرش، برای قدر یک عالم پس کردن میخواهد، انشاءالله البته ما به خود یک خدای داریم، یک خدای داریم که قصاص همه ما را از ظالمای ما میگیرد. هر کی با شمع خدا سازد پفو، کسی میخواهد که این شمع، این قرآن، این نور اسلام خاموش کند. رومی چی میگد؟ هر کی با شمع خدا سازد پفو، شمع کی میرد بسوزد پوزی او. این شمع نمیمیرد دیگر، این روشنی قرآن باز روشن میشود، این نمیمیرد مگر پف کننده را زبان و دهانش میسوزد. چراغ احمدی را حق بیافروخت، کسی پف کرد ریشی خیش را سوخت. این بود مختصرا از حیات محبت صحابه های پیغمبر با پیغمبر خدا و از حیات دشمنهای پیغمبر خدا که مناسبت پیغمبر چی دشمنی ها کردند و چی جزاها دیدند. البته ما و شما شنیدیم. کاری کنیم که ما و شما امت نوگی زبانی نشیم. کاری کنیم که هر یک زمان ایمان ما عوض نکنیم. بر سر بنده مومن مصیبت ها و مشکلات ها هر زیلش بسیار می آید. ما و شما صبر کننده باشیم. با اندک مصیبتی که بالامون می آید در حال شکست دل نشیم، بلکه چیکار کنیم تا چند محبت ما و شما قویتر زیادتر در دل ما و شما شود. زیرا رسول الله خود گفتند مصیبت اول به سینه پیغمبرها، بعد بر عالمها، بعد بر اولیاها، بعد به جمیع مردم آمده میرسد. رسول الله را وقتی میگد ایمان می آوردن چی میگفتند؟ میگفتند مادام بر من ایمان آوردی دروازه فقر برای تو گشاده می شود. یعنی دروازه تنگ دستی و دروازه های مصیبت بالای تو گشاده می شود. تو چکار نکن شکست دل نشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا
محبت پیغمبر خدا را در دل همه ما بندگانت زیادتر بساز. خدای مهربان، فردای قیامت که خود وعده کرده ای ولسوف یعطیک ربک فترضی، ای محمد زود است که من تو را بیرق شفاعت میتم تا آن زمانی که اگر تو از من راضی نشوی من بیرق شفاعت را از دست تو نمیگیرم. خدایا از این شفاعت پیغمبرت اهل این امتات برخوردار بساز. خدای مهربان روز به روز، ساعت به ساعت، دقیقه به دقیقه امت رسول اکرم در روی دنیا صفش زیادتر بساز. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرانی که در اینجا خیر احسان ها کردند، خدای خیر احسان ها را به درگاهش مقبول بسازد. مرادها و مطلوب هایی که دارن برآورده خیر، بیماری هایی که دارن خدای با بیماری های شفای کامل، شفای عاجل نصیب و روزی کند. یکی از بیماری ها اینجا بابای شفیع که محله ما چندین سال از بیمار است نشستگی است، خدای شفای کامل و شفای عاجل این بنده هم نصیب و روزی بسازی. گذشتگانی که از ما و شما گذشتند از این العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر صالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن والرضوان من الله وذلك هو الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت من الجنة خير من الدنيا وما فيها رواه البخاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. همه شما را بنده های خدا به این روز عید، به این روز بندگی خدا، به این بهترین روز از این هفته تبریک و تهنیت میگویم. و پیش از آنه که همراه شما دعا کنیم در این ساعتهای خیلی پر ثواب و پر اجر، خداوند در قرآن می‌فرماید و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. موعظه‌ای که داریم برادرای عزیز و گرامی اطراف جنت و نعمتهای اوست، جنتی که آرزوی همه ما و شماست، جنتی که شنیدن نعمتهای او انسان بیقرار میگرداند و انسانی که ایمان کامل دارد بعد شنیدن وصف جنت پروردگار همیشه آرزوی او این است که تیزتر و زودتر وارد این جنت جاودانی شود. پروردگار در این
آیت مبارکه فرمود ای بندگان خدا، اگر شما خواهید که باششگاه شما، راحتگاه شما، مکان شما جنت باشد، شما در دنیا علیه نفس خودتان مبارزه برید. این نفس بدخواهی که فقط شما را میخواهد به آبرو کند، به عزت کند، نفسی که گفتی صاحب 4 کتاب، نفسی بد را هر کی سیرش میکند در گناه کردن دلیرش میکند. این نفسی که خواهش های خیلی زیادی پرگناه دارد، وقتی انسان خواهشات این نفس اجرا میکند، یقین معلوم است که او از این جنت پر نعمت محروم میگردد. و این خاطر پروردگار ما را راه جنت فهمانید، داخل شدن جنت را برای ما راهش را نشان داد، اینکه علیه این نفسی که دشمن شماست مبارزه برید. بندگان نفس را صد حیف نام بندگی، بنده صادق همان که رو به مولا می کند، بی خبرها در فریب عشرت امروزه اند، با خبرها روز و شب انجام فردا می کنند. پروردگارا ما را هیچ وقت مطیع نفسمان مگردان. خدایا خواهان او هستیم که ما را سردار و رهبر نفس‌های خودمان گردان. خدایا آن خواهشات های نامعقول و نادرستی که از نفس‌های ما سر میزند، خدایا برای ما چنان توفیق و قوت نصیب بگردان که خواهشات این نفس اجرا نکنیم. و خدای مهربان همه ما قسم به عزتت، قسم به بزرگیت، در دلمان آرزوی جنت داریم، خواهش جنت داریم. پروردگارا بعد آنه که این امانت، این جان از ما قبض میکنی، خدایا ما را وارد همون باغت گردان. و خدایا ما را از بندگان صادقت گردان. و خدایا برای ما آنچنان توفیق نصیب بگردان که در این دنیا ذخیره های عمل های نیک ما زیاد باشد، تا که ما در روز قیامت در پیشگاه عظمتی تو در خجالت نمانیم. خدایا گذشتگان ما رحمت و مغفرت بگردان. خدایا بیماری ها ما شفای کامل نصیب بگردان. خدایا مسافرهای ما را صحت و سلامت به خاندانشان برسان. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. آمین یا رب العالمین. عن عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لقيت ابراهيم عليه السلام ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة تربة وعذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه ترمذي وقال حديث حسن. حبیب خدا که عبدالله ابن مسعود این جان فدای در راه خدا، این پشتیبان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، این شمشیر بدست علیه کفار، از حبیب خدا، از منظره که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از این سخنی که از زبان پیغمبر برآمد و گوش ما میرساند که
رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود من با ابراهیم علیه السلام در شب معراج ملاقات داشتم. لیلة اسری بی، همون شبی که پروردگار ما را نزد خودش دعوت کرده بود، همون شبی که در براق ما را سوار کرد، همون شبی که جبرائیل جلودار براق ما بود، همان شب ما با ابراهیم علیه السلام ملاقات داشتیم. شب برنشست، شب برنشست، از فلک درگذشت و تمکین و جاه از ملک درگذشت. همان شبی که حضرت سعدی میگوید من برای شما یادآوری کنم که همان شبی که پیغمبر خدا همه ملائکه ها را گذشت، شب برنشست، از فلک درگذشت و تمکین و جاه از ملک درگذشت. چنان گرم در تیه قربت براند که به سدره جبرائیل از او باز ماند. آنچنان حبیب خدا حرکت داشت به سوی آسمان که عند سدرة المنتهى عندها جنت المأوا. پروردگار در سوره نجم میگوید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دویم بار جبرائیل به صورت اصلی خودش میگن نزد سدره دادی، نزد همون جنتی که نزد همون درخت سدره که رسول اکرم گفت برگهای او مثل گوش فیل بود، میوه های او مثل کد و کلام بود. زیباگیش من شهر داده نمیتانم، لیکن از جانب راست این درخت من جنت دیدم. نزد او میگوید من با جبرائیل رأیت جبرائیل بالافق الاعلی له 600 جناح. جبرائیل دیدم، گفت وقتی نظر میکردم آسمان دیده نمیشد، زمین دیده نمیشد، فقط آن چی میدیدم پرهای جبرائیل بود. قسم به نام خدا گفت حساب کردم 600 بال داشت. حضرت جبرائیل 600 بال. یتناثر من ریشه الدر والیاقوت. رسول اکرم گفت از سرهای پرهای جبرائیل در و یاقوت شلشله میکردن، آواز میدادند. دویم بار گفت در آسمان من دیدم، یک بار به صورت اصلی در زمین دیده بودم، دویم بار نزد سدره همون درختی که از کنار راست او جنت است، اونجا گفت جبرائیل به صورت اصلی خودش دیدم. اون قوتی که خداوند در پرهای جبرائیل گذاشته است الله خودش اون قوت میداند. قوم لوط علیه السلام همه ما و شما میدانیم، آن خداوندی که هنگام سحر کرد قوم لوط را زیر و زبر، همون قوم لوطی که بچه بازی میکردن، پروردگار قهاری و جباریش بیدار شد. جبرائیل امر شد که رفته این حکومت ایاردن یاره، ایاردن امروز است، این حکومت ایاردن یاره میبرداری و چپه میکنی. وقتی میگوید آمد جبرائیل با لوط ملاقات داشت، گفت پروردگار امر کرده است از قسم سحر این قوم تو باید که چپه شود. راویای اخبار میگویند جبرائیل با این 600 بال خود آمده بود، با نیم بالش این دولت برداشت و چپه کرد، با نیم بالش، با نیم پر، نیمی از پرش این دولت کلان برداشت و به خاک زمین پرتافت. همین جبرائیل میگه به صورت اصلی خودش من در همون نزد سدره دیدم. لیکن بزرگی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شما گوش اندازین که در پیشگاه پروردگار از 10 جبرائیل دیدم محبوبتر محمد است صلی الله علیه و سلم. با آنجای رسیدم که سدره نام داشت، به سدره جبرائیل از او باز ماند. نزد سدره در رسیدم، نگاه میکنم جبرائیل در اطرافم نیست. بدو گفت سالار بیت الحرام که ای حاملی وحی برتر خرام،
که در دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرا تافتی؟ نزد صدرت را نمیبینم و تو همیشه همراه من بودی، و برای چی نزد صدرت نمی آیی؟ میگه جبرائیل صدا دادن. جبرائیل چی گفتن؟ اگر یک سری موی بالاتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم. قسم به نام خدا گفت اگر یک سری مو از این موضعی که من هستم اگر بالاتر برم، نور الهی پری مرا میسوزد. اون جانبش حق توست، گفت تو پیش رفتن بگیر. همون شب معراج است، شبی که در آسمان دوم زکریای ابن یحیی را حضرت یوسف زیارت کردن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. اونا با پیغمبری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بشارت دادن، تبریک گفتن. و بعد از آن آسمانی سوم رفتم، حضرت یوسف در بهترین جمال دیدم، با او سلام کردم، اونم با ما سلام داد، ما را تبریک گفت برای آمدن ما نزد پروردگار، که این کاری که بر رسول اکرم انجام یافت به هیچ پیغمبر انجام یافتگی نبود. آسمان چهارم آمدم، حضرت ادریس علیه السلام خطی ملاقات کردم، حبیب خدا میگوید. آسمان پنجم آمدم، حضرت عمران دادر حضرت موسی علیه السلام خطی اونجا ملاقات کردم. آسمان ششم دا آمدم، با خیلی یک سکه خوب، با یک چهره خیلی با هیبت، با حضرت موسی علیه السلام زیارت کردم. لیکن وقتی من از پیش موسی می رفتم، رسول اکرم گفت موسی به نهایت گریان شد. از او پرسیدن موسی برای چی گریه میکنی؟ گفت گریم برای این است که اولین پیغمبری که در جنت می خفت و وارد جنت می شود این انا همین جوان محمد است صلی الله علیه و سلم. و گریه من این است که بعد محمد اولین امتی که جنت می درآید امت محمد صلی الله علیه و سلم است. از پیش او بالا شدم، آسمان هفتم ده آمدم، ابراهیم علیه السلام دیدم. وقتی اونجا حضرت ابراهیم دیدم، حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی ما زیارت کردیم، لقیت ابراهیم علیه السلام فقال اقر امتک منی السلام. حضرت ابراهیم میگوید اولین سخنی که بعد سلام با ما آغاز کرد این بود: ای محمد، وقتی به زمین میروی نزد امتت از نام ابراهیم به همه اونا سلام برسان. حضرت ابراهیم به همه ما و شما از امت اول تا آخر قیامت هر کسی پیروی تو میشود، ای محمد سلام مرا برای او برسان. ابراهیم پروردگار در قرآن واتخذ الله ابراهیم خلیلا، خدا در سوره نساء بیان میکند که ابراهیم ما خلیل خود اعلان کردیم، او خلیل ما بود، او دوست ما بود. ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولكن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. پروردگار میگوید ابراهیم نه یهودی بود، ابراهیم نه نصرانی بود، بلکه از یهودی و نصرانی خالی بود. او مسلمان بود و مشرک نبود و موحد، انسان موحد بود و یگانه پرستی پروردگار همیشه پشتیبان بود، اعتقاد داشت. حضرت عباس میگوید، عبدالله ابن عباس، حضرت ابراهیم وصف میکند که کان آخر قول ابراهیم حین القی فی النار حسبی الله و نعم الوکیل. آخران جمله که ابراهیم وقتی نمرود منجنیق تیار کرد و در منجنیق بار کرد و
خواست در آتش فرسایش، وقتی در آسمان میگوید حرکت میکرد ابراهیم، جبرائیل در کنارش بود. گفت ابراهیم گفت کمک لازم است، یاردم لازم است. حضرت ابراهیم گفتن بله. گفتن یاردم لازم است، کمک لازم است، لکن از تو کمک طلب ندارم، فقط از الله کمک طلب دارم. آخران کلمه حضرت ابراهیم وقتی به آتش می آمد همین بود: حسبی الله و نعم الوکیل. بس است مرا پروردگار، بس است برای من دستگیر الله، دیگر از یگان جای امید ندارم و کمک طلب نمی کنم. لیکن عجیب یک قصه غم انگیز دارد ابراهیم علیه السلام. پیش از آنی که من جنت چگونه حضرت ابراهیم وصف کردن، یک قصه دارد که روز قیامت همراه پدرش عجیب ملاقات دارد حضرت ابراهیم. همه ما و شما میدانیم که ابراهیم و پدرش از دنیا کافر گذشتند. پدرشان آزر بود، بت تراش بود، بت پرست بود. در صحیح بخاری میگذرد این قصه: یلقا ابراهیم اباه آزر یوم القیامه و علی وجه آزر قطرة و غبره فیقول ابراهیم. روز قیامت پروردگار میگوید ابراهیم با پدر خود آزر ملاقات میکنند، روبرو میشوند، لیکن در چهره پدر ابراهیم آزر قطرة و غبره، چهره روی ابراهیم بسیار، پدر ابراهیم آزر بسیار گویم که خجالت است، بسیار غبار آلود است، بسیار ناراحت است. وقتی ابراهیم پدر خود میبیند آزر در این احوال، به سوی پدر میگردد و میگوید الم اقل لا تعصینی، ای پدر آیا من تو را در دنیا نگفته بودم که نزد من عاصی نشو؟ من تو را در دنیا گفته بودم که بر من وحی می آید، من پیغمبر هستم، تو امتی من شو، پیرو من شو. برای چی در دنیا مرا اطاعت نکردی؟ این منظره هست که صحیح بخاری در این قصه میگذرد. روز قیامت حضرت ابراهیم با پدرش پروردگار روبرو میکنند. سوره مریم اگر شما خوانید از آیاتهای 43 است، والله اعلم قسم پایان او را: اذ قال لابیه یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنك شیئا. پدرش گفته بود است وقتی آمد پدرش بود میتراشید و بوت در بلندی مانده بود. آلی بوتای ما و شما بوت داریم، هیکلای کتک کتک، هر یک آدمی گویم که منصب داره و پول داره و آبرو داره به خودش هیکل میکند. امروز جوانای ما و شما گمراه شدن و آن بهترین نعمت دنیا که زن است، زن در حالت خیلی بی حیایی و بی شرمی نزد هیکلا میبره که همگی گناهگار در پیش خدا هستین. همون هیکل میگد ابراهیم تراشید، پدر ابراهیم تراشید و نزد او از او حاجت طلب کردن گرفت. ابراهیم آمد این حالت دید، گفت ای پدر لما تعبد ما لا يسمع، آیی چی از تو عبادتش میکنی؟ آخی نمیشنوه صدای تو را. ولا یبصر، آیی چشم نداره تو را ببیند. ولا یغنی عنک شیئا، قسم به خدا گفت هر مشکلات بالا بیاد این مشکلات تو را دور کردن نمیتواند. فرزندش با پدرش میگفت آلی جوانای امروز از ما میپرسن که پدرم بیراه است، در حقش دعا کن، پدرم فلان است فلان است. آیا ما حقی او را امر معروف کردن داریم یا نداریم؟ ببینین دلیل حجت این است: ابراهیم پدرش امر معروف میکرد، دعوتی به سوی خیر میکرد. یا ابتی اینی قد جاءنی من العلم ما لم یأتیک فاتبعنی اهدیک صراطا سویا. ای پدر گفت مرا علم آمده است، مرا وحی میاد از پیشگاه پروردگار که تو علم نداری، تابع من شو، من راه راست برای تو نشان میدهم. سوره مریم 10 است. در دوام که یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ای پدر گفت شیطان عبادت نکن،
شیطان در پیشگاه پروردگار گناهگار است. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. پدر گفت من میترسم این که تو با سبب این عملها فردای قیامت در عذاب پروردگار روبرو بشوی. تو برای شیطان دوستی، تو برای شیطان یک مددگار هستی. لیکن پدر وقتی این سخنان را از ابراهیم شنید چی گفت؟ قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم لئن لم تنتهی لارجمنک واهجرنی ملیا. گفت با این سخنات من این فهمیدم که تو از همین خداهای ما روی گردانیدی، تو پیرو همین خداهای ما نیستی، تو همین دین بابا و اجداد تا گفت بیکار کردی. ابراهیم گفت اگر از همین گفتهات باز نمیسی تو را سنگسار میکنم، از پیشم دور رو. گفت قال سلام علیک ساستغفر لك ربی انه کان بی حفیا. ابراهیم وقتی این سخنی خیلی قبیر از جانب پدرش که شنید گفت از پروردگار در حق تو طلب مغفرت میکنم. مفسرای کرام میگویند طلب مغفرت کردن پدرتای، برادرتای، رفیقتای اگر مشرک و کافر باشد حق نداری. میگد اینجا ابراهیم نمیدانست که پدرش از دنیا کافر میگذرد. گفت در حق تو من طلب مغفرت میکنم زیرا من در پیشگاه پروردگار قدر و منزلتی دارم. انا اکنون ابراهیم در روز قیامت همین واقعی که در دنیا با پدر خود کرده بود پیش روی پدرش میکشد و میگوید ای پدر، من در دنیا تو را نصیحت کرده بودم، من تو را گفته بودم که پیروی من شو، من راهی راست به تو نشان میدهم، چرا مرا عاصی شدی؟ پدرش آذر چی میگفته است در قیامت؟ فالیوم لا اعصیک. فرزند عزیز گفت امروز این منظره را میبینم خیلی ناراحت کننده است، خواهش بکنم. ابراهیم گفت از پروردگار در حق من طلب مغفرت کن، از امروز اعتبارا من تو را نافرمانی نمیکنم. پدرش گفته. حضرت ابراهیم میگوید جانب پروردگار گشت و گفت انک وعدتنی ان لا تخزینی یوم یبعثون. پروردگار تو در دنیا مرا وعده داده بودی که من در آخرت تو را خارج نمیکنم، من در آخرت تو را عزت میدهم، من در آخرت همه حاجت برآورده میکنم. آخر از این خاری هست این پدر من در کدام احوال است؟ پروردگارا خلاصی پدر من از نزد تو میخواهم. پروردگار چی گفت؟ یا ابراهیم انی حرمت الجنه علی الکافرین. ابراهیم ما جنت برای کافرها حرام گردانیدیم. در جنت انسانی که کفر ورزید، خدا را ناسپاسی کرد، علیه قانون خدا مبارزه برد، جنت برای او حرام است، اون جنت نمی درآید. یا ابراهیم ما تحت رجلیک. ابراهیم زیر پات نگاه کن. پروردگار میگه امرش میکرد زیر پات نگاه کن. فلینظر ابراهیم زیر پاش نگاه میکند. بیزیخ ملتطیخ، میبیند یک شغال است در تی پاش. ولی حیوان شغال در حدیث پیغمبر خدا آوردن زیرا که پسترین حیوان شغال است. این شغال بسیار پسترین است، بسیار بی شرف است، بسیار بی اندیشه است در بین حیوان ها. ابراهیم میگوید وقتی نگاه میکند در زیر پاش یک شغالی که خیلی آلوده آب و خاک و دود و هر چی در چهره او هست. فیأخذ بقوائم و یلقى فی النار. ابراهیم از پشت همین شغال میداشت است و همتا در آتش دوزخ میپرتافت است. این چی بود؟ این کافرها بودند. کافرها را خدا به صورت شغال میدرارد. انسانهایی که در دنیا همچنان اگر کفران نعمت میکردند، در پیشگاه پروردگار کفر میورزیدند، اونا را خداوند در صورت شغال که پسترین حیوانی الهی هست به همین صورت مبدلشون میکرده است. پس همین ابراهیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید من در همون هفتم آسمان با او ملاقات کردم.
بعد سلام چی گفت؟ بعد آنه که سلام بر امتات رسان گفت ان الجنة طیبة تربه، برای امتات خبر بده که زمین جنت از مشک عبارت است. حضرت عباس پرسیدن مال ارض الجنه، زمین همین برای ما بیان کن زمین جنت چه زمین است؟ مرمرة بیضا من فضة کأنها مرآة. ابن عباس گفت زمین جنت گفت مثل نقره است، نقره سفید. در این نقره سفید وقتی نظر میکنی مثل آینه روشن است. گفت حضرت ابراهیم هم گفت زمین جنت گفت از مشک عبارت است. طیبة التربه، بوی خوش دارد. عذبة الماء، آبهای جنت به نهایت خنک است. حضرت ابراهیم بیان دارد. این حدیث ترمذی است، حدیث حسن است. زمینش بسیار بسیار مشک است، زمینش بسیار خوشبو است. بعد از آن آبهاش به نهایت خنک است. و انها قیعان، حضرت ابراهیم گفت کلانی جنت وصف کردن نمی شود. آنقدر کلانی هست که انسان هیچ وقت مساحت او را بیان کردن نمیتواند. عرضها السماوات والارض، خداوند در قرآن بین زمین و آسمان پهنای جنت بیان میکند. این چیزی که کلان باشد میگیم بین زمین و آسمان کلان است. لیکن از این دم دیدن جنت وسیع است، جنت کلان است. حضرت ابراهیم گفتند انها قیعان، این جمع قاع است، یعنی به نهایت وسیع است، حدود ندارد، مساحت ندارد. من برای آن که حد جنت چقدر وسیع است، برای پسترین جنت پروردگار چه مقدار زمین جدا میکند، چه مقدار عمارت برای شما میدهد، از حدیثی که متفق علیه است. همه کتب احادیث او را روایت میکند. باز برای ذهن شما کلان شدن، برای آن که شما خوبتر فهمین، از این حدیث رسول اکرم من برای شما بیان میکنم. این حدیث هم راویش عبدالله ابن مسعود است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند کانی اعلم آخر اهل النار خروجا منها و آخر اهل الجنه دخول الجنه. حبیب خدا گفتند من میدانم آخران نفری که از آتش دوزخ میبراید و میدانم آخران شخصی را که جنت میدراید. من میدانم که کی آخران بار از دوزخ بیرون میبراید. عقیده اهل سنت و جماعت و درای عزیز همین است که بعض مؤمنهای گناهگار برای گناه داشتگیشان در دوزخ پروردگار میسوزند، عذاب میکشند. بعد این گناه ها سپری شدن، خداوند از داخل دوزخ اونها را با جنت میارد. مقصد برای مؤمن، برای انسانی که ایمانی به خدا دارد، هیچ وقت مخلدی در دوزخ نمیماند. مخلدی در دوزخ، دائمی در دوزخ ماندن فقط و فقط برای اهل کفار است. حبیب خدا گفتند من میدانم که آخران نفری که از دوزخ میبراید و آخران نفری که جنت میدراید کیست؟ من میدانم. رجل یخرج من النار حبوا. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت همون انسانی که آخران آدم از دوزخ بیرون میشود با زانوهاش ره میگردد. بسیار افگار است. پروردگار وقتی از دوزخش بیرونش میکند میگه ببینید یخرج من النار حبوا. حبوا در حدیث دیگری که پیغمبر خدا گفتن اگر شما دانید که ثواب نماز با جماعت بامداد و ثواب نماز با جماعت خفتن چه مقدار است،
اگر تا زانوهاتان پایهاتان نباشد با زانوهاتان کشاله کنان به مسجد می آیید. انا همون حبوه همینجا استفاده می شود که از دوزخ می براید، گویا که پایهای او وجود ندارد، کشاله کنان به زانوهای خود راه می گردد. فیقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنه. پروردگار وقتی این بنده که از گناه تازه شد، موافقی گناهش سوخت، عذاب کشید، پروردگار با او خطاب میکرد: ای بنده من، رو به جنت درآ. اذهب فادخل الجنه، رو جنت درآ. فیاتیها، حبیب خدا گفت این مرد به سوی جنت می رود، به سوی دروازه جنت می رود. فیخیل الیه انها ملأه. وقتی جنت می آید به خیالش این که جنت پر شده است، دیگر جای نیست. این انسان می درآید جنت، نگاه می کند همه کوشک های جنت پر از جنتی هاست. گمان می کند، به خیالش می گذرد که در جنت دیگر جای نیست. ببینید ملأ، پر از جنت. فیرجع فیقول یا ربی وجدتها ملأ. ای پروردگار، ما را سفارش دادی که جنت درآ. من جنت در آمدم، در جنت جای خالی ندیدم، همه پر. فیقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنه. باز پروردگار امرش میکرده: من به تو سفارش میدهم، رو جنت درآ. فیاتیها فیخیل الیه انها ملأه. باز بنده می آید، باز جنت می درآید، نگاه میکند به خیالش این که، ببینید اینجا خیال، کلمه خیال استفاده می شود. به خیالش این که جنت پر است، هیچ جای ندارد، باز میگردد می آید: یا ربی وجدتها ملأ. ای پروردگار، خیلی جنتی تو را من پر یافتم و به فکرم که دیگر جای نیست در جنت. پروردگار دفعه سیوم چی بگوید؟ فیقول الله عز وجل فیقول الله عز وجل. بشینید بچه ها، بشینید. پروردگار دفعه سیوم با این بنده خود میفرماید: اذهب فادخل الجنه فإن لك مثل الدنيا وعشرة امثالها. ای بنده، رو به جنت درآ، برای تو ما در جنت فإن لك مثل الدنيا وعشرة امثالها. ما برای تو در جنت دنیا را مساحتش چی مقدار بود؟ همون دنیایی که تمام مردم ملت در بالای زندگی میکردند، چی مقدار بود؟ ما برای تو در جنت مثل دنیا زمین جدا کردیم و عشرة امثالها. قسم به بزرگیم 10 برابر دنیا برای تو جای دارم، 10 برابر دنیا برای تو جای دارم، رو در جنت درآ. بنده وقتی این سخن از پروردگار میشنیده است چی میگفته است؟ فیقول اتسخر بی او تضحک بی و انت الملک. ای پروردگار، تو ملک هستی، تو پادشاه هستی، تو قدرت های خیلی به همتا داری. هو الاول والآخر والظاهر والباطن. تو پروردگار اول هستی، تو پروردگار آخر هستی، تو ظاهر هستی، تو باطن هستی، تو میمیرانی، تو حیات میدهی، همه در ید قدرتی توست. من تسلیم هستم، لیکن پروردگار مرا مسخره میکنی؟ اتسخر بی؟ مرا مسخره میکنی؟ 10 برابر دنیا برای من زمین میدهی؟ آقا در دنیای بنده های تو برای یک وجب سال ماش خرید میکردن و برای یک پارچه زمین آخر سالهای دراز با یکدیگر گپ نمیزدن، با یکدیگر ذات به ذات تحریم میرفتن.
و برای یک پارچه زمین چه بدبختی ها در روی دنیا برپا میکردن. ولی امروز برادرای ما و شما اکثریتش 5 وقت نماز میخوانه، جمعه را میخوانه، پهلو با پهلو نشستگی است، با یکدیگر قهری هستند. ای برادر عزیز، هم حدیث ابن ماجه است، هم حدیث ابو داود است: لا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق 3. پیغمبر خدا میگه حلال نیست برای شما بنده های خدا از 3 روز دیده زیاد شما در حلال نیست که قهری ایستید، حلال نیست برای شما. فمن حجر فوق 3 فمات دخل النار. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت بنده خدا سخن مرا قبول نکردی، از 3 روز دیده زیاد قهری ایستادی، عاقبت دوزخ است. گفتند تو وقتی از دنیا میگذری تو دوزخ میروی. این منده حیران میشه که 10 برابر دنیا پروردگار برای او عمارت جدا میکند. از این خاطر میگردد میگوید مرا پروردگار را مسخره میکنی؟ اتسخر بی او تضحک بی؟ پروردگار تو بالای من میخندی؟ حالا که حق خندیدنم دارم، حق خندیدنم پروردگار داری تو، لیکن بر من میخندی؟ عبدالله ابن مسعود میگوید رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم ضحک حتی بدأت نواجزه. عبدالله ابن مسعود میگوید این معامله که خدا اکو با بنده کرد، این معامله در روز قیامت با بنده خود کرد، پیغمبر خدا را در خنده آورد. میگوید عبدالله میگوید پیغمبر خدا را دیدم که میخندید حتی بدأت نواجزه، حتی دندانهای کرسیش هم میگوید دیدیم از خنده کلامش. که این منظره را ببین که پروردگار برای بنده خود 10 برابر دنیا در جنت چکار میکند؟ در جنت زمین با عمارتش جدا میکند. رسول اکرم گفتند ذالک ادنا، ببینید ذالک ادنا اهل الجنت منزلتا، این 10 برابر دنیا عمارت جدا کردن و زمین جدا کردن برای پسترین اهل جنت است. میدانید ذالک ادنا اهل الجنت منزلتا، این برای پسترین اهل جنت 10 برابر دنیا پروردگار جای میدهد، مکان میدهد، عمارت میدهد. چه عمارت میدهد؟ بیایید به حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از عمارت جنت من بیان میکنم. ان للمؤمن فی الجنه لخیمه من لؤلؤه واحده مجوفه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند از برای مؤمن در جنت خیمه هست، خانه هست، من لؤلؤه واحده مجوفه. زیبا بیان میکند این عمارت، این عمارتی که خداوند برای بنده خود در جنت آماده کرده است از لؤلؤ است. لؤلؤ از غیش نیست، از غیش خام و تخته نیست، از خاک این دنیا نیست، بلکه از لؤلؤ است. لؤلؤ، اون لؤلؤ اگر 1 کیلوی او در دنیا باشد خدا داناست که بودجه تمام دنیا را بسنده است. 1 کیلوش اگر در دنیا باشد، 1 کیلو اگر لؤلؤ در همین دنیا باشد، میگن از لؤلؤ است. همون عمارتی که پروردگار برای جنتی ها در جنتش بنیاد کردگی است، منتظر اهل جنت است. مجوفه، لؤلؤی که میگه کاواکی ها دارد، مقصد زیبندگی ها دارد. بلندیش چند است؟ طولها 60 میلا. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت آن عمارتی که ای بنده های خدا من از پروردگارم امید دارم و باوری دارم، ای بنده های عزیز انشاءالله خدا خواسته باشد شما این عمارت ها داخل میشوید، انشاءالله این عمارت ها بهر شماست، برای شماست. حبیب خدا میگه 60 میل این عمارتی که از لؤلؤ ساخته شده است که انداوه او، انداوش ما و شما انداوه را خاک مثال که و دیگر استفاده میبریم، انداوه هاش از مشک است. مشک چه بوی زیبایی دارد. بلندیش میگه 60 میل است. 60 میل. امام نووی میگوید 1 میل 6000 ذراع است. 6000 ذراعش 30 کیلومتر میشود.
اگر 60 به 30 ما اگر ضرب کنیم، یک عمارتی که خدا در این 10 برابر دنیا برای پسترین جنت میداده است، بلندیش 180 کیلومتر است. قسم به بزرگی پروردگار داده عزیز، این حق است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت اعددت لعبادی الصالحین، پروردگار برای بنده های خود آماده کرده است ما لا عین رأت. برای چی این گپ گفتن؟ ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. برای چی این سخن گفتن؟ چشم وی ندیده است، گوش وی نشنیده است، حتی در دلتان شما تصور کنین تصورتان نادرست است. میگویم مقصد شما تصور کردن نمیتونین. شاید بعضی ها کم کم وسواس شیطان هم اونها را غم دهد که 180 کیلومتر برای یک آدم اهل جنتی خدا از لؤلؤ، قسم به نام خدا الله خودش وعده دارد من برای شما این عمارت ساختم. این عمارت ساختگیش الله که منتظر شماست. 60 میلا للمؤمن فيها اهلون. ببینین یطوف علیهم المؤمن فلا یرا بعضهم بعضا. اینم حدیث مسلم است. پیغمبر خدا گفت در داخل این عمارت که 180 کیلومتر هست، ولی ببین 1 کیلومترش در دبی ساختند که 1 کیلومتر بلندی دارد. گفتن 930 اتاژ است که ما را از پیش رفته دیدیم. 1 کیلومتر بلندی دارد. مخلوق بنده وقتی 1 کیلومتر عمارت می سازد در پیشگاه پروردگار 180 کیلومتر راست کردن چی جای تعجب است؟ وقتی مخلوق 1 کیلومتر می سازد. پیغمبر خدا گفتند در داخل این عمارت شما اهل دارین، شما حورها دارین. انشاءالله من اکو حورها را جنت جمعه آینده برای شما حورها را صفتشان بیان کنم که اون حورهایی که در جنتند چگونه زیبایی دارند، چگونه معامله دارند، تا که شاید که برای زنهای این دنیا این درد شود که زیباییش حور برای شوهرش استفاده میبرد. هر ساعت خودش زیبا میکرد، زینت میداد تا که شوهر او باز دلبستگیش، مهرش، محبتش به حور زیاد شود. لیکن امروز ما و شما مشاهده میکنیم محروم ترین انسان از زینت زن شوهرش است. محروم ترین انسان هم از زینت زن استفاده میبرد، کوچه استفاده میبرد، بازارها استفاده میبرد، لیکن شوهر زینت زن استفاده بردن نمیتونه. اکثر زنها خودشان از زینت نمیدهند برای شوهرهاشان. در اون داخل شما گفتن اهلها داریم فلا یرا بعضهم بعضا. بعض اهل شما بعض اهلتان نمیبینند. وقتی شما تصور کنید 180 کیلومتر عمارتی که خدا برای شما میدهد، دیگر اهل دیگری را از کجا میبیند؟ یک خانه تو اگر در اینجا باشد از روی این عمارتی که پروردگار برای ما آماده کرده است، خانه دیگری در دوشنبه هست، از کجای نمیبیند؟ اگر بیندم اونجا جنگ نمیشود. رنگی زنها امروزه او یک بیچاره برای ما حکایه کرد، خانه‌اش رفتیم در یک میکرورایون 2 زن گرفته، شب میکنم میگرد خیلی خلوت میکنم، بعدا به یک حالی زاری هم یک نیم ساعت 1 ساعت یک پیش زن من میدرایم، دوستداری میکنیم، در او بگشته پیش خانه زن اول میوییم. برای چی؟ برای که اگر فهمد مقصد حیات من تلخ میشود، فهمد چی بدبختی های در خانه من او روبرو میکند. لیکن حورهای جنتی جنگ ندارند. حبیب خدا گفت 72 حور برای هر یک مرد خداوند در جنت نصیب میگرداند. از اینم بالاتر 72 حور. زیباییشون انشاءالله من جمعه آینده برای شما بیان میکنم که چی زیبایی ها دارد. و برای هر یک مرد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت خداوند قوت 100 مرد میدهد.
برای هر یک انسان پروردگارش قوت 100 مرد برای اون نصیب می‌گرداند. اما که شما برادرای عزیز تصور کنید که این خیل عمارت بلند با این خیل آمادگی ها همه برای کیست؟ برای آن کسانی که در دنیا وجوه یومئذ ناعمه لسعیها راضیه فی جنت عالیه لا تسمع فیها لاغیه فیها سرور مرفوعه فیها اکواب موضوعه و نمارق مصفوفه و ضرابی مبثوثه. شما میتونین اینا در زیر تحلیل این حاضر برادر ما یک قرآن کریم که با ترجمه داملا عباس در ما تقدیم کردن که در بیرون فروخته می شود. شما سوره غاشیه را زبان تاجیکی قطعی است، تفسیر خوب است، بسیار ترجمه نغز است. شما سوره غاشیه را همین آیتی که خواندم شما زیرش خوانید. پروردگار چی میگوید؟ انا همون عمارت های زیبا، همون باغ های زیبا، همون درخت های زیبایی که رسول اکرم گفتن این فی الجنت لشجرة یسیر راکی فی ظلها 100 سنه ما یقطعوها. رسول اکرم گفت در جنت درختی هست که شما در زیر سایگی این درخت 100 سال قدم میزنین سایگیش برطرف نمی شود. لشجرة ببینین یسیر راکب، حتی شما بالای اسب ها سوارین در زیر این درخت ها حرکت میکنین 100 سنه 100 سال در زیر سایگیش شما با اسب خود میروین. رسول اکرم چی گفتن؟ ما یقطعوها، این سایگی گم نمیشود. اونقدر درخت های کلانی هست که 100 سال در زیر سایگیش شما راحت میکنین. خداوند گفت اما همین زیبایی جنت برای کیست؟ وجوه یومئذ ناعمه. جنتی ها گفت روی هاشون سرشار نعمت خداست. وقتی تو را خداوند بشارت بر جنت که میدهد الکی روی تو چی میشود؟ ناعمه از ماده نعمت گرفته شده است. روی های شما پر از نعمت است، آلوده نعمت است. لسعیها راضیه، تو به این سعی و کوششی که در دنیا کردی خدا میگوید اونجا راضی میشوی. لسعیها راضیه فی جنت عالیه، در این جنت عالیه که من برای شما آماده کردم. لا تسمع فیها لاغیه، خدا گفت داخلی او را برای شما وصف میکنم که اونجا سخن بیهوده نیست. در جنت جنتی ها با یکدیگر ملاقات میکنن، فقط السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اونجا در این خیل معامله، جنت جایی هست که معامله های خوب دارد. الله میگه لا تسمع فیها لاغیه، اونجا لاغیه نیست، مقصد لغو نیست، اونجا تهمت نیست، اونجا دروغ نیست، اونجا در بهتان نیست، اونجا در گویم نه این نغمای بیهوده که گوش همه مردم کر کرده است، مردم همه را جینوره کرده است، بعضی هاشا دیوانه کرده است، اینا نیستن. اونجا صداهای زیباست، اونجا صداهای هست که انسان گوش خراش نیست. الله بیان داد لا تسمع فیها لاغیه، جنت جایی هست که یأکل فیها و یشرب فیها. ببین جنتی ها اونجا میخورن، جنتی ها در درون جنت می نوشن. حالی بعضی آدم ها عقیده دارن جنت جای دیدن است و خوردن نه. اگر کسی همین عقیده را دارد به نام خدا به ایمان است، ایمان ندارد. زیرا پروردگار در آیات های قرآن و حدیث های رسول اکرم یأکلون فیها و یشربون میگوید اهل جنت میخورند و مینوشند ولا یتغوتون. او ببینید جنت گفت پیغمبر جایی نیست که اونجا در شما بعد خوردن و بعد نوشیدن از بدن شما نجاست برآید. اونجا جای نجاست نیست. ولا یتغوتون، چگونه که در دنیا انسان غذا میخورد یا شربت مینوشد در حال قضای حاجت برای او لازم میشود، جنت در قضای حاجت نیست. ولا یتغوتون ولا یمتخطون. رسول اکرم گفت جنت جای هست که آب بینید نمیریزه. ولا یمتخطون، اونجا در این طریقه که گویم که در دستامان یک دستماله که دیگه و بینی ها را افشانی و از بینی هات آب ریزه و تو در اوجا زکام شوی، این دردها نیست دیگر. ببینین
ان لکم تصیحو فلا تسقمو. پیغمبر خدا گفت اونجا ابدی شما تندرستین، اونجا دیگر یگان بیماری شما را سراغ ندارد، شما زکام نمیشوین، آبهای بینی تا نمیریزد. ولا یبولون، پیغمبر خدا گفتن شما در جنت پیشاب نمیکنین. ببینین قضای حاجت نیست، آب بینی نیست. ولکن طعامهم ذالک جشاء کرشع المسک. سوال کردن ای حبیب خدا، مادامی که انسان خوراک خورد، از نوشاکی ها نوشد، چه قضای حاجت نمیکند؟ اینا کجا میشوند؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند ذالک جشاء، اینا گفت با عرق مبادل میشوند، بدنت عرق میکند. چه عرق؟ همین عرق هایی که الحال ما و شما داریم، بدن ها مانده در پهلو ما نشسته نمیشوند، همین عرق؟ نه، کرش علمی. رسول الله گفت عرقت بوی مشک میکنه. وقتی از بدنت که عرق میبراید، این طعام های خوردگی و این شربت های خوردگی با عرق که مبدل میشود، عرق های تو بوی مشک دارند که انسان میخواهد در پهلوی تو ایستد. ببینین جنت چه جاست. لا تسمعوا فیها لاغیه، اونجا لاغیه نیست، اونجا بیهودگویی نیست، اونجا دروغ گفتن نیست. رسول اکرم گفت فیها سرور مرفوعه، سرور مرفوعه، اونجا کت های بلنده. کت دوشنبه در یک خانه در آمدیم، بالای کتش در نشستیم، خیلی زیبا کردگی بود. وقتی دیگرها پرسیدن، من راستی بار به نام خدا به نرخی و کارم ندارم، نمیپرسم، پرسیدن همین کت چند چی مبلغ ده؟ گو این کت با فرمایش آمدگی است، این در دولت‌های عرب کردن، نرخش گفت تا همینجا را گفت $40,000 غلطیده است. همین کتی که شما بالاش نشستین گفت $40,000 از دولت عرب گفت به ما آورده. این چویش دیگر است. مقصد فیها سرور مرفوعه، کتی دارم که $1,000,000 است برای جنتی ها. فیها سرور مرفوعه، اون کتهای مرا انسان ها نساختند، او را قدرت پروردگار تیار کرده است. مرفوعه بلند است. اکواب موضوعه و نمارق مصفوفه و درابی و مبسوسه. در بالای کتم گفت آنچنان کرپچه دارم، آنچنان رنگ زیبایی دارد که اون رنگ شما اصلا دیدگی نبودین. و نمارق مصفوفه، پروردگار میگوید بالیشت های دارم که وجود تو به تکیه او راحت میکند. و نمارق مصفوفه و اکواب موضوعه، اطراف همون کت ها ده نوجوان های زیبایی دارم که در دستاشان کوزه و در یک دست دیگرش پیاله و برای تو شربت میریزند، خدمت تو را میکنند. پسترین اهل جنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان کردند در جنت 70,000 خدمتگار میتیند. 70,000 خدمتگار برای پسترین اهل جنت نصیب میکند پروردگار. حدیثی که من در اول خواندم، موضع صوت من الجنه خیر من الدنیا و ما فیها، این صحیح بخاری است. صوت گفته قمچین نمیگویند. اگر یک قمچین 50 سانتی متر درازی داشته باشد برادر عزیز، حبیب خدا گفت انمون برابر یک قمچین از زمین مسجد در فضل و در قیمت بالاتر است از دنیا و آنچه در دنیاست. 50 سانتی متر جنت از زمین و آنچه در دنیا هست از همگیش در بالا و قیمت است. این است وصف جنت. این از جای آن کسانی که در دنیا زحمت دارند، مشقت دارند، محنت میکنند، عمل میکنند. پروردگار اونها را در این خیل جایهای زیبا البته جای میکنند. انشاءالله من جمعه گذشته درباره حورها چه مقداری که اگر وقت گنجایش دهد برای شما صحبت میکنم. بعدا یک جنت دیگر، یک جمعه دیگر ما در باب دیدار پروردگار که در جنت خداوند برای جنتی ها موفق میگرداند. انشاءالله من اگر حیات باشیم
اگر خدا برای ما و شما فرصت دهد، وقت دهد، انشاءالله من برای شما بیان میکنم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یک برادر از کولاب در حق پدر و مادرش گفتند و خواهرم فرزند نمییابد، در حقش دعا کنید. یک برادر زکات مالش آورده دادند، پسرم در رسی هست، گفتند بیمار است، در حقش دعا کنید. در حق مرحوم استاد عبدالفیض دعا کنید، فرزندانش خدمت کردند. در حق برادر خیرالله و سفرعلی دعا کنید که اینا هم خدمت کردند. یک برادر خشت آوردند از بازار حاجی خورشید صدقه کرده. در حق فرزندان محمد علی دعا کنید. از محله کوهدامن جنازه به دست یک مبلغ آوردن، دعا کنید. در حق کسانی که در صندوق خیره دعا میکنند. و برادر ما حاجی عبدالجبار هم که در بازار کلان اپتیکا دارد، یک چند رسمای زیبا برای همین مسجد آوردن که آویزان کنین، ثوابش به اونها رسد. و برادر ما ظهورشا که پدرشون اکی سلطان از دنیا گذشتن، گفتن در حق او هم دعا کنید. خدای مهربان آن بنده هایی که نامگیر شدند، هر آرزو و امیدهایی که کردند، خدایا با فضل و کرم خودت برآورده بگردانی و خدای مهربان خیر احسان هاشون قبول بگردانی، مراد و مطلوب هاشون پروردگار را حاصل بگردانی. و همه مهمان هایی که در این جمعه ما اشتراک دارند، برادرایی که از مسجد آمدن، از اسفرا آمدن، اینجا برادر بابای مولا عبدالکریم هم که از وحدت آمدن همراه فرزنداش، خدای مهربان همه این مهمان ها را در قدم هاشون حسنات و عمرهاشون دراز و مراد و مطلوب هاشون خدا علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا همه شما برادران عزیز و این روز سعید و این روزی که مغفرت گناه بنده می شود، شما را تبریک و تهنیت می گویم و یک جایه با شما دعا می کنیم و حرمت فذکرونی اذکرکم. خدای ما و شما می گوید هرگاهی که مرا یاد می کنید من هم شما را یاد می کنم. ادعونی استجب لکم، هر وقتای مرا اگر بخوانید دعا کنید من شما را اجابت می فرمایم. خاطر به حرمت این وعده های خداوندی ما و شما دستی به دعا می برداریم و از خدای خود دعا طلب می کنیم. اولا پروردگارا به سوی تو دستی بندگی برداشتیم به امید آنی که از گناه خالی نیستیم. خدایا گناه های ما بندگانت را مغفرت بسازی و خدای مهربان در دل همه ما بندگانت محبت خودت را، پیغمبرت را، قرآنت را، اسلامت را خدایا مستحکم تر جایگیر بگردان. و خود گفتی فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه و اما من خفت موازینه فامه هاویه. خداوند میگوید هر کسی را که اگر ترازوی اعمالش در روز قیامت وزنین شد از نیکی، هر آینه از نعمتهای جنت برخوردار می شود. و هر کسی را که اگر ترازوی اعمالش در روز قیامت از نیکی ها سبک شد و بدی هایش زیاد شد، فامه هاویه، هر آینه دوزخ او را چکار می کند؟ به خود می کشد و به خود می گیرد. پروردگارا با امید این دستی به دعا برداشتیم که خدایا نیکی های ما را در دنیا زیاده بگردان و فردا ترازوی اعمال ما را از نیکی ها پر بگردان و بدی های ما را خدایا کوره بساز و گذشتگان ما را پروردگارا رحمت و مغفرت بگردان. بیماری هایی که در این جمعیت داریم، در خاندان داریم، همگی را شفای کامل، شفای عاجل نصیب و روزی بگردان. مرادها، مطلبها، مقصودهای نیکی که در دل داریم خدایا با فضل کرم خود همگی را برآورده خیر بگردان. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین
برحمتك یا ارحم الراحمین. موعظه ای که جمعه پیشین داشتیم در باب احترام پدر و مادر بود و البته خیلی موضوع جالب و موضوع خیلی لازمم برای همه ما و شما هست. پیش از آنی که دوام این موضوع را برای شما باز وسیع‌تر و پرتر کرده بیان کنیم، اولا حدیثی از پیغمبر خدا را برای شما تحلیل میکنم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید: من استيقظ من نومه و قلبه معلق بالمسجد فكأنما احیا لیلة القدر. پیغمبر خدا فرمودند کدام از امت من هر آینه سحر از خواب بیدار می شود و در دل او معلق بالمسجد، در دل او نیتی هست، اراده هست، مقصدی هست. چی مقصد است؟ این که امروز من نمازهای خود را در مسجد ادا میکنم. هرگاهی که اگر امت من با این نیت از خواب بیدار شود و بعد بیدار شدن در دلش و ارادهش همین مقصد و همین نیت را جایگیر بسازد، رسول اکرم چی گفتند؟ هدیه اینا، مکافات آن کسی که سحر با مقصد در مسجد نماز با جماعت خواندن یا 5 وقت نماز همان روزه را در مسجد ادا کردن، رسول الله هدیهش گفتند که فکأنما احیا لیلة القدر، همچنان است که با این نیت نیکش ثوابش ثواب همان عبادت شب قدر را نائل می‌گردد. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. خدا در قرآن میگوید شب قدر عبادتش به چی برابر است؟ یک شب عبادت شب قدر به 1000 ماه در راه خدا عبادت کردن انسان نائل می‌گردد. یک نیت سحر که شما به نیت مسجد در جاگه خواب خود یا بیرون از جاگه خواب خود نیت میکنید، خداوند 1000 ماه عبادت را در نامه اعمال هر کدام شما کتابت میکند. خوش به حال آن برادرانی که در مسجدهایی که در محله و شهرهای خود دارند با این مقصد سحر بیدار میشوند، طهارت میکنند، از نماز جماعت بامداد سر کرده تا خفتن نمازهای 5 وقته را در مسجد ادا میکنند. بعد این چی میشود؟ بعد این خداوند بر این ثواب و بر این مکافات بنده را نائل میگرداند. رسول اکرم میگوید حب المسجد من الایمان، دوست داشتن مسجد این چه است؟ نشانه ایمانداری انسان است. انسان ایماندار مسجد را دوست می‌دارد. رسول الله حدیث های بی نهایت زیاده در باب محبت بر مسجد و آمدن ما و شما به سوی مسجد بی نهایت حدیث های زیاده از رسول اکرم روایت شده است. در دیگر حدیث میگوید پیغمبر اذا خرج المؤمن من المسجد نادى ملك من السماء، وقتی که بنده مؤمن از مسجد بیرون می شود، یعنی بعد آنی که نماز ادا میکنیم، نماز که تمام شد ما و شما از مسجد که بیرون می شویم، نادى ملك من السماء، از آسمان یک ملائکه فریاد می زده است. چی گونه فریاد می زده است؟ افسوس که اون فریاد ملائکه ما و شما نمیشنویم. وای می گفته است استأنف العمل، ملائک می گفته است من خرج مؤمن من المسجد نادى ملك من السماء يا ولي الله استأنف العمل فإن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك. پیغمبر خدا گفته بود است هرگاهی که بنده مؤمن از مسجد بیرون می شود
ملائکه از آسمان فریاد میزده است. چی میگفته است؟ میگفته است ای مؤمن، ای ولی الله، ای دوست خدا، استأنف العمل، همین برآمدگیت از مسجد بار آخر برای تو نشود، بلکه کاری کن که دائم آمدن تو به مسجد دائم و دائم باشد، زیرا که هرگاهی که تو در مسجد داخل میشی و از مسجد بیرون میشی، به تحقیق خداوند گناههای تو را همگیش مغفرت میکند. که ام ولدته امو، مثل مادری که فرزند تولد میکند که هیچ گناهی در او نیست، مثل همون ما و شما در حالت داخل شدن مسجد و از مسجد بیرون شدن این مکافات نائل میشویم. البته از این حدیث ها ما و شما باید به این مقصد بیاییم که اولا محبت مسجد در دل همه ما و شما باشد، چگونه که در تعمیر خانه های خود و در بهتر کردن خانه های خود کوشش میکنیم، در کدام مسجد هایی که ما و شما محله هایی که زندگی میکنیم باید در آبادانی مسجد خودمان هر کدامان یک سهم معینی داشته باشیم و باید فکر مسجدها، آباد کردن مسجدها چه از صرف کردن مساله ساختمانیش باشد چه از عبادتش باشد، باید که ما و شما البته قفامانی نداشته باشیم. خدا در سوره توبه به ما و شما چی میگوید؟ انما یعمر مساجد الله من آمن بالله و بالیوم الاخر و اقام الصلاة و آتوا الزکات ولم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. در سوره توبه در آیت از 18 این سوره چی میگوید؟ خداوند میگوید با درستی این که مسجدهای ما را، خانه های ما را کیها آباد میکنند؟ کسانی که ایمانی بر خدا دارند، ایمانی بر روز قیامت دارند، ایمانی به پیغمبر دارند. اینها کیا هستند؟ کسانی هستند که آباد کننده این مسجد هستند. خداوند در دوامش گفت ولم یخش الا الله، و اینها کسانی هستند که از کسی نمیترسند بجز از خدا. فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. اگرچند که عسا در معناش به معنای رجا میاد، امید میآید، لکن ابن کثیر میگوید در هر جای قرآن که معنای عسا آمد این به معنای وجوب است، یعنی البته به البت کسانی که آباد کننده مسجد هستند خداوند اینها را در روز قیامت نجات میدهد. خوش به حال اون برادرانی که امروز در نمازهای جماعت و یا در عمارتهای مسجد چکار میکنند؟ سهم خودشان گذاشتگی هستند. یک ام محجون گفتگی یک زن سیاه‌پوستی بود، میگه در دوره های رسول اکرم و دائم کار این مادرمان رفتن همون مسجد بود، خس و خاشاک مسجد از مسجد بیرون میکرد. روز از روزها میگه رسول اکرم به قبرستان گذر کردند و با بین همون قبرستان نگاه کردند که یک تازه قبر دیدن، یک قبر نو. گفتن که یاران من این قبر کی است؟ گفتن این قبر ام محجون است. گفت همان کسی که مسجد ما و شما را میروفت تازه میکرد. گفتم بله. گفتم برای چی در جنازه اون کس ما را دعوت نکردین؟ صحابه گفتن پیغمبر خدا روز گرم بود و ما نخواستیم که شما را آزار دهیم و در این روزهای سخت و گرمی شما را بیرون از خاندان کنیم. از این خاطر ما خود تکفین و تجهیز این مادر را بجا آوردیم و در بهترین صورت او را بر قبرستان برده گراندیم. رسول الله گفتند اصحاب من شما فراموش نکنین که بر کدام جنازه که من جنازه کنم وی در روز قیامت از شفاعت من برخوردار میگردد و هر یک مرده که در این محله و دیار می شود البته مرا بر بالای جنازه اون کس خبر دهید. گفته رسول الله چیکار کردند؟ به سوی اصحاب این چنین امر کردند و بعدا میگه به سوی همون قبر گشت، گفت ام محجون آیا کدام کار دنیایی برای تو در قبر فایده آور شد؟ رسول اکرم صدا را میشنیدند و داخل قبر را میدیدند. میگد مدت ایستاد. اصحاب میگد که رسول اکرم هم سکوت کردند. بعد مدت به سوی من گشت گفت مادرمان ام محجون به سوی ما ندا کرد که مسجد میرفتم، مسجد تازه میکردم، دائم در آبادی مسجد بودم و همین سبب شد که من از فتنه های قبر نجات یافتم.
و رسول اکرم گفتند خوش به حال اون بنده ای که در آبادانی مسجد سعی و کوشش دارد. در این باب البته گپ‌های زیادی در فضیلت مسجد موجود است و ما هم نو الحمدلله که این مسجد هفته گذشته اگرچه در چشم شما میرسد نمیرسد، خیلی خراجات زیاد و خیلی یک 4 روز یا 5 روز در این داخل کار کردن، خراجات های زیاد کردن و این تعمیر دیوال ها هم از قسم بیرون از نو شد، سفید کرده شد، درها همه رنگ کرده شد و دیگر بعضی کارهای دیگر هم البته هست. انشاءالله از فردا با سر میکنن. خدا خواسته باشد باز در نیت برای آبادانی در پهلوهای مسجد برای بهبود کردنش هم نیت ها هست. لیکن برادرها در اینجا یک قسم برادرها خراجات ها کردن، انشاءالله در حقشان دعا میکنیم. بعدا همه موضوع شروع میکنیم. برادر اکای جمشیدمان 60 سامانی، حاجی خالوف که البته خدمت اولشان نیست، چندین بارها باز هم گفته و ناگفته 1150 سامانی. برادرمان شیرعلی 2 قطی ایمولسیا دادن، محب الله 50 پیاله و 2 قطی لک دادن، حاجی تورعلی 130 سامانی دادن، حاجی طلبیشا 50 سامانی دادن، برادرمان آدینشا 50 سامانی دادن، شریف خان 20 سامانی داد، حاکم برادرمان 25 سامانی دادن و اینجا برادرها خدمت کردن، یاردمچی ها در استان اکای فیضلی که خیلی اونم خدمتش در همین مسجد زیاد است، با همراه اکای داستی و خلاور همین مسجد، فرزندای اکای داستی و دیگر برادرها در اینجا سعی و کوشش زیاد کردن، یعنی خدمت جانی هم کردن اگرچه پولی هم نکرده باشند. و یک برادر میگه در بازار در یک چاینی که برای همین مسجد خریدند و خدمت ها در آوردن این مصالح ها کردند. خدایا این همگی را عمر دراز و تنی صحت و خاطر جمع خدا نصیبشان بگردانی و خدای مهربان چگونه که رسول اکرم گفتند من بنا مسجدا لله بنا الله قصرا فی الجنه، حدیث ترمذی است. پیغمبر خدا گفت کسی که در مسجد، کسی در دنیا از برای خدا مسجد را آباد میکند یا سوم برای مسجد روانه میکند، خداوند قصر در جنت برای او بنا میکند. خدایا برای این برادرانی که خیر احسان کردند، خراجات ها کردند، بهترین قصرها را خدایا برای اینها بنا بسازی و عمر دراز و تنی صحت خدا نصیب و روزیشان بگرداند. آمین و رب العالمین. بعد از شما خواهش میکنم که در کدام مسجدی که نباشد سهم خطانه بگذارین. انشاءالله این حسرت نیست، پشیمانی نیست. فردا باز برای کم دادن یا نکردن تان پشیمانی دارد و لکن هیچ. عبدالله ابن مسعود می آید حدیث سألت النبی ای العمل احب الى الله تعالی. حضرت عبدالله ابن مسعود می گوید از پیغمبر خدا سوال کردم، پیغمبر خدا کدام عمل از همه دیده محبوبتر و شیرینتر و خوبتر به سوی خدا هست؟ رسول اکرم میگه گشته گفتن الصلاة علی وقتها. 3 عملی هست گفتن پیغمبر خدا که دوست داشته ترین عمل به سوی خداوند هست. گوش می اندازیم کدام عمل هاست که این عمل ها را خدا دوست می دارد. وقتی که خدا که اون عمل دوست داشت، ما و شما بر همون عمل اگر چنگ می زدیم، ما و شما را خداوند چکار میکند؟ دوست می دارد. یکم رسول اکرم گفتند نماز در وقتش ادا کردن این یکی از عملهایی هست که خدا این دوست می دارد. امروز اکثر سوالهایی که در ما می شود 30 دقیقه بعد شام و 35 دقیقه بعد شام و 40 دقیقه بعد شام نماز خفتن بخوانیم جایز است یا نه؟ نه، البته جایز نیست. بین امروز فتوای علمای ما و شما تا 1.5 ساعت اجازت دادن که بعد شام شما میتونین که بعد 1.5 ساعت نماز خفتن تان ادا کنید. مادامی که حکم علماست در گردن ما و شما واجب است اطاعت کردن او. اطیعوا الله اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. اونا اولو الامر هستند در ما و شما، باید که اطاعت کنیم. اگرچه مثال در 40 دقیقه و 35 دقیقه نماز خواندی، اون نماز هم نمی شود.
و اون عمل در نزد خدا محبوب هم نیست، دوست داشته شده هم نیست و خداوند محتاج نماز تو هم نیست. از این خاطر از همه شما خواهش میکنم بین همون یک امت اساسی شیم، بین یک نمازی بخونیم که از اون نماز ما و شما در نزد خدا یک برکات و یک ثواب در نامه اعمال ما و شما شود. اون نمازی که سراستی موار ما و شما میخونیمش، نمازی که بی طاقتانه ما و شما میخونیمش، و چگونه نماز میشود؟ بین یک شخص آمد داخل مسجد در آمد نماز خوان، رسول اکرم چی گفتند؟ گفتند نماز را از سر بخوان. خیستن امر پیغمبر خدا را به جا آوردن، باز خیستن باز خواندن، رسول اکرم گفتند از سر نماز بخوان. باز خواندن، سیوم بار تکرار شد، رسول الله گفتند باز نماز از سر بخوان. گشته گفتند رسول اکرم من دیگر از این دیده زیادتر نمیدانم، چه هست معنی نماز من؟ رسول الله گفتند که اعبد الله کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. خدا را چنان عبادت بکن که خدا همچنانه که خدا را تو میبینی، و اگرچنده که خدا را تو نمیبینی لکن خدا تو را میبیند. خدا را همچنان عبادت کن. اصلی فإنک لم تصلی، از سر بخوان نماز، زیرا اینکه تو نماز نخواندی. برای چی بود؟ برای پیغمبر خدا نگاه کرد که بسیار تیز رکوع میکرد، تیز سجده میکرد، مثل همون مرغ دانچینی که هست در کتاب ها می آید. امروز اکثری ما و شما همچنان نماز داریم، تیز نماز ادا کنیم، لکن این نماز در نزد خدا هیچ قدر قیمتی ندارد. رسول الله گفتند دوست داشته ترین عمل به سوی خدا چی بوده است؟ نماز در وقت خودش خوانده، نماز در وقتش ادا کنیم. نمازی که در وقتش نباید، شناختن وقت خودش فرض است. اگر در وقتش نماز نخوانده نماز نمی شود. من سراسیمه گفته در ساعت 12 شما پیشین بخونین، من سراسیمه گفته در ساعت 4:30 سحر بامداد بخونین، اینا وقتش نیست. هر یک چیز به خودش وقت دارد. شناختن وقت این فرض است. دویم عملی که رسول اکرم گفتن خداوند دوست می‌دارد این چی است؟ بر الوالدین، خدمت کردن در حق پدر و مادر. این هم یکی از عمل‌های هست که خدا و پیغمبر خدا این عمل را دوست می‌دارد. سیوم عملی که خداوند دوست می داشته است الجهاد فی سبیل الله. پیغمبر خدا گفت جهاد، محاربه با دشمنهای خدا کردنم خداوند و پیغمبر او دوست می دارد. از بین این سه عمل که امروز موضوع ما و شما این خدمت کردن در حق پدر و مادر است، ما جدا میکنیم، استثناء میکنیم و میگوییم که بر الوالدین یعنی خدمت کردن در حق پدر و مادر، این یکی از چی بوده است؟ یکی از عملهای بوده است که خدای ما و شما این عمل را دوست می‌داشت. خوش به حال آن فرزندهایی که خدمت پدر و مادر میکنند و خودشان را محبوب خداوند میگردانند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید مرد آمد و گفت یا رسول الله اريد الجهاد، پیغمبر خدا میخواهم که در راه خدا جهاد کنم، در محاربه به سوی یهودی ها کارت بردارم. رسول الله گفتند احی والدک، پدر و مادری تو زنده هستند؟ این جوان گفتند بله پیغمبر خدا، پدر و مادر من زنده هست. ففیما فجاهد، پیغمبر خدا گفتند رفته خدمت پدر و مادر را انجام بده، این خود جهاد در راه خداست. جهاد بسیار کار مشکل است. جهاد اگرچه به نهایت اجر زیاد داشته باشد، انسان را راست به حساب و داخل جنت بگرداند، لکن کردن جهاد خیلی کار مشکل است. حتی جهادها بجز اینه که با ضد دشمن اسلام می جنگند، بسیار جهادهایی هست که حتی اوناش ما و شما از عهدش نمیبراییم. حتی یک جهاد دیگرش همین است که کلمه حق را نزد پادشاه گفتن است. کدام شما قدرت دارین که نزد پادشاه بخیزین و پادشاه را مثال شما گپ بزنین که تو نماز نداری یا تو زکات نداری یا تو روزه نداری یا حق مردم رعایت نمیکنی؟ این کلمه حق خودش چی است؟ جهاد در راه خداست. کدام انسان این جهاد را به جا آورده میتونه؟
اونی که مثال شمشیر میبرداری و از کودک زن میگذری، اینش یک جانب، همین کلمه حق. یا اینکه یک برادر را گفتن که مثال تو نماز بخوان، یک انسانی که صاحب منصب و پولدار باشد، ما و شما دلاوری نمیشیم بر اون انسان گپ بزنیم. اینم جهاد در راه خداست. رسول الله گفتن پدر و مادر را در خدمت بکن، این جهاد در راه خداست و تو چی میگیری؟ بهترین مکافات که جنت است. از حساب خدمت پدر و مادر تو بر این نائل میگردانی. مرد دیگری آمد گفت یا رسول الله، من احق الناس بالصحابتی، با کی از همه دیده هم صحبت تر شوم؟ با کدامش؟ با پدرم یا با مادرم؟ کدام اینها قطعی؟ کدام اینها حق بسیارتر بالای من دارد؟ رسول الله چی گفتند؟ امک. ثم من؟ قال امک. ثم من؟ قال امک. ثم من؟ قال ابوک. پیغمبر خدا را میگه پرسیدم، رسول اکرم گفتند مادرت از همه دیده حق بسیارتر بالای تو دارد. گفتم رسول اکرم بعد از این کی؟ گفتند بازگشته گفتند مادرت. بازگشته گفتم رسول اکرم بعدی مادرم چی؟ گفتند مادرت. بعدن گفتم رسول اکرم دیگر چیز میخوام بعدی مادر بر کی؟ بر پدر، بر برادر، بر خواهر. ابوکا. پیغمبر خدا گفتند بعدن بر پدرت. چیکار کن؟ خدمت کن. یعنی 3 بار رسول اکرم نام مادر را در این حدیث مبارک ذکر کردند و بعدن حواله به سوی پدر کردند. یک جوانی آمد میگد با همراهی زنش یختصمان فی سبیلهما، در دستشان یک کودک بود میگد در دست این زن، و نزد رسول اکرم حاضر شدند و گفتند رسول اکرم یختصمان فی سبیل، ما یک قضاوت داریم، ما یک مسئله داریم، میخواهیم که این مسئله را شما حل کنید. گفتند چی مسئله هست؟ گفتند این مرد میگوید که من حق بلند دارم و این زن میگوید که من حق بلند دارم، کدام ما حق ما بلندتر است؟ مرد میگد به سوی پیغمبر خدا گفت هذا ولدی خرج من صلبی، همین فرزندی که در دست من است پیغمبر خدا، همین از پشت من است، همین فرزند من است. میگه این زن گشته گفت، زن همین مرد بود. گفت چی گفت؟ گفت در اصل پیغمبر خدا این فرزند همین مرد است. حمله خفا و وضعه شهوتا، لکن همین آبی که همین فرزند از او به دنیا آمده است، این بسیار سبک بود در پشت این مرد، این به سبکی برداشتش. وقتی که در رحم من پرتافتش از حساب شهوت پرتافتش، لکن وضعته کرحا و حملته کرحا و ارضعته حولین کاملین. پیغمبر خدا این فرزندی که از آب این مرد در وجود من پیدا شد، این من با مشکلات برداشتم، با مشکلات تولد کردم و باز 2 سال دیگر این شیر دادم. پیغمبر خدا حکم کن، حکم پدر بلند است یا حکم مادر؟ فقضا رسول الله صلی الله علیه و سلم لأمی، بعد پیغمبر خدا حکم کردن که حکم مادر چی هست؟ بلند هست. البته به البته حکم مادر بلند بودنش هم اگر ما و شما در سوره لقمان نظر کنیم، خدای ما و شما میگوید و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا على وهن و فصاله فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر. صدق الله العظیم. خدا در این سوره قرآن به ما و شما چی سپارش میدهد؟ میگوید چگونه ای که جمعه پیشین از سوره اسراء به شما خواندم که از اولش امر پیغمبر بود، اینش هم از امر سر میشد و وصینا الانسان. خدا میگوید وصیت کردیم فرزند انسان را، سپارش دادیم فرزند انسان را، امر کردیم فرزند انسان را، یا وظیفه گذاشتیم به گردن فرزند انسان. چه وظیفه گذاشتیم؟ که پدر و مادرش را احترام کند، پدر و مادر را احترام کند. حملته امه وهنا علی وهن، و فراموش نکند که این فرزندی که امروز به وایه رسیده است،
این همچنان در یک صورت کلان در دنیا از زمین مثل گندم نروید، بلکه این مادر در شکم خود برداشت. خدا میگه وهنا علی وهن، مشق علی المشق. صاحب تفسیر میگه یعنی مشکلات و مشکلات، روز به روز مشکلات بالای مادر زیاد میشد، ترا میبرداشت. حملته امه وهنا علی وهن و فصاله فی عامین. باز تو را 2 سال دیگر میگه خداوند شیر داد ان اشکر لی ولی والدیک، من شکرانه مرا بجا بیار و بعد شکرانه من شکرانه پدر و مادرتم بجا بیار. و الی المصیر، فراموش نکن که بازگشت تو به سوی من است. من از این سفارش و از این وظیفه‌ای که بر ذمه تو گذاشتم برای احترام پدر و مادر از تو پرسان میکنم که آیا تو اینا بجا آوردی یا نه. عبدالله ابن سلام در دوره‌های رسول اکرم میگن یهودی بود، لکن ایمان آورده بود. این کس وقتی که میگن بیمار شد، رسول اکرم همراه اصحابش در مسجد نشسته بودند و آمدن به پیغمبر خدا خبر دادن یا رسول الله، عبدالله ابن سلام در حالت نزع جان است و از شما بسیار تکلیف است که در تلقین کلمه شهادت حضرت اشتراک کنید. رسول اکرم از جا خیستند، همراه حضرت عمر، همراه حضرت علی، حضرت بلال خانه عبدالله ابن سلام رفتن نگاه کردن که البته سکرات موت خیلی مشکل است، جان دادن خیلی کاری مشکل است. نگاه کردن حال عبدالله خیلی وزنین است و کلمه شهادت بر زبان عبدالله ابن سلام هیچ دور نمیزند. رسول اکرم بلال را گفتند بلال از همسر عبدالله سوال کن شوهر او در دنیا چگونه حیاتی خود سپری کرده است. بلال وقتی که از همسر این عبدالله سوال کرد، همسر عبدالله گفتند به خدا قسم عبدالله هیچگاه نماز خود در خانه نمیخواند مگر 5 وقت در نماز در مسجد جماعت از پشت رسول اکرم نماز میخواندند. روزی نبود که عبدالله خیر احسان در راه خدا نکنه. عبدالله اکثر وقت روزدار بودند. من نمیدانم که از عبادتهای خدا هیچ تنبلی ندارند. رمضان و ادیت الزکات و حججت البیت فماذا لی. صحبت هم یکزارین. پیغمبر خدا من 5 وقت نماز میخوانم. یک مرد گفت زکات میتم، مالدار هستم، روزه رمضان میگیرم و حج در راه خدا کردم. فماذا لی، حکم من صادر کن، من چگونه آدم هستم؟ من فعل ذلك، پیغمبر خدا گفت کسی که اگر همچنان عملهایی که تو نامبر کردی ای فرزند من انجام داد، کان مع النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، کسی که اگر این عملهای تو الحال فرزند من نامگیر کردی، 5 وقت نماز، دادن زکات، گرفتن روزه و کردن حج، اون کس در روز قیامت همراه پیغمبرها، همراه شهدا، همراه صادقا و همراه صالحین است. الا ان یعوق والدیه. لیکن گفت پیغمبر خدا مگر در اینجا یک شرطی است، مگر اینکه اگر عاق پدر مادر نشیده باشد. روزه داشت، زکات میداد، روزه میگرفت، حج کرد، لیکن اگر عاق پدر مادر نباشد، اگر عاق پدر مادر باشد، این عبادت ها برای او هیچ سود و هیچ فایده نداشته است. عبدالله سلام از عبادت هیچ تنقیصی نداشته بوده است. لکن زنش چی گفت؟ فکر میکنم گفت که مادرش از عبدالله ناراضی هست. اینش گفت خاطری من ده هست، یادی من ده هست که مادر عبدالله از عبدالله ناراضی هست. رسول اکرم که از پدر مادر دیدار بر ما و شما شیرینتر و عزیزتر است و غمخوارتر است و باید ما و شما از پدر مادر دیده پیغمبر خدا را دوستتر بداریم. رسول الله به طاقت شدند. حضرت عمر و حضرت علی را گفتند نزد مادر عبدالله میرین و از مادر عبدالله پرسان میکنین و از او درخواست میکنین که از فرزند خود راضی بشود.
حضرت ها خیستن آمدن گفتن تو مادر عبدالله هستی؟ گفتن بله من مادر عبدالله هستم. الحال گفتن میدانی که عبدالله در نزع جان است؟ مادرشون گفتن نه نمیدانم. البته وای به حال او فرزندی که از نزع جانش حتی که مادرش درک ندارد. فرزند هیچگاه مادر نمیخواهد که حتی مصیبت فرزندش بیند، لکن در حالت مصیبت ما و شما اگر مادر ما زنده باشد، پدر ما زنده باشد، بالای سر ما و شما مغفرت گناه ما و شما را طلب کند، این یک شادی برای ما و شماست. از آنی که در مرده ما و شما نیاید، در معرکه ما و شما از حساب ملالی که داشته باشد نیاید، این برای ما و شما مصیبت است. گفتن من درک ندارم، لکن من در دنیا و آخرت از عبدالله راضی نیستم. وای به حال اون فرزندی که پدر و مادر میگوید من از فرزند خود راضی نیستم. بسیار کلمه دشوار است، کلمه هست که دیگر هم دنیا و هم آخرت فرزند حل میکند. من از فرزند خود راضی نیستم، نه در دنیا و نه در آخرت. حضرت عمر هراسان شدند، دوان به پیش پیغمبر آمدند، گفتند از زبان مادر این سخن صادر شد. رسول اکرم خود خستند، مادر را آوردن نزد عبدالله شیناندن، گفتند به چهره فرزند خود نظر کن، در حالتی هست که اگر تو راضی نشوی کلمه شهادت بر زبان این فرزند تو نمیگذرد و حال مشکلات مرگ این آسان نمی شود. گفتم پیغمبر خدا، به حق خدا و پیغمبر که من از این فرزند راضی نیستم. گفتن چرا راضی نمیشوی؟ گفت این کسی هست که برای خاطر زنش مرا از خانه خود پیش کردگی هست، برای خاطر زن خود، برای آنی که مثال شیرینی و محبت زن در دل او اثر کرد و مرا از خانه خود پیش کرد، من چگونه این فرزند ببخشم؟ رسول الله گفتند به حق آن چیزی که به حق آنی که من پیغمبری تو هستم و تو امتی من هستی، مادر عزیز از فرزند خود بگذر، از فرزند خود راضی شو. بگه این مادر وقتی که این سخن شنید که به حق پیغمبر و به حق امتی بودن تو، گو من از فرزند خود راضی شدم. در زمان میگد نگاه کردن که عبدالله با صدای بلند لا اله الا الله محمد رسول الله را میگد بر زبان خود رانده کردن و به جان به حق تسلیم کردن. رسول اکرم بعد دفن این قبر چی گفتن؟ گفتن که وای به حال اون فرزندی که در دنیا مادر یا پدر از او راضی نباشد و خوش به حال او فرزندی که در دنیا مادر و پدر چی می شود؟ از او فرزند راضی می شود. خوش به حالی. البته از همه شما جوانای عزیز احترامانه از نام پیغمبر خدا خواهش دارم پدر و مادر آزار نتین. باور کنین اگر شما بخواهید که در قبر شما باغهای از جنت باشد و شما وارد جنت شین و قصرهای بهترین جنت از خود کنین، هر آینه پدر و مادر از خود راضی کنین. زیرا رسول اکرم گفتند که دعوت الوالدتی اسرع اجابتا، دعای مادر اسرع اجابتا. اسرع از کلمه چی است؟ در حال اجابت می‌یابد. گفتم پیغمبر دعای مادر در حال اجابتش میرسد. قیل لما یا رسول الله؟ پرسیدن چرا که دعای مادر در حال تأثیر میکند؟ گفت هی ارحم من الاب و دعوت الرحیم لا تسقطو. پیغمبر خدا گفتند زیرا که مادر از پدر دیگر رحمتر است. رسول الله گفتند و دعای رحیم، دعایی که آدمی که رحم داشته باشد، لا تسقطو، نزد خدا نمیغلطد بلکه اون چی میشود؟ بالا برداشته میشود و به اجابت میرسد. حضرت موسی در دل خود گذرانیدن پروردگارا برای ما جنت میگویی، نعمتهای جنت میگویی و من میدانم که پیغمبرهای تو همه وارد جنت میشوند، منم از آن جمله، لکن من در جنت همراه که هستم؟ همراه که هستم در جنت و همسایگی کی در من قرار دارم؟ خداوند ندا کرد موسی تو همراه یک قصاب در جنت سکونتی میکنی و هم صحبت میشوی. حضرت موسی میگه در حیرت افتادن قصاب؟
گفتن بله همراه یک قصاب تو در جنت همراه میشوی. حضرت گفتن اون قصاب کیست؟ گفتن در فلان شهر سکونتی میکند. حضرت میگد از مکان خود سفر کردن و بر آن شهر رسیدن. نگاه کردن که یک قصاب عادی هست، عملش مثل عمل همین آدمهای عادی هست، دیگر هیچ عملی ندارد. تا بیگاه میگن همین قصاب نظارت کرد، نگاه کرد. بعد این میگد بیگاه که شد حضرت موسی خودش را معرفی نکرد، شناس نکرد، بلکه گفت مسافر آیا در خانه خود راه میدهی؟ ما مسافر هستیم. گفت بله البته به البته. مرحمت گفته از پس این قصاب میگه روان شد. وقتی میگه در خانه قصاب در آمدم، در یک خانه مرا شیناند. البته اون وقتا این قصرها و این 3 ایتاژ و 5 ایتاژ خانه ها نبودن، مگر یک خانه یا 2 کلبه‌ای داشتن خلاص. میگه شیناند و حضرت پیش از آن که نزد من دسترخوان پرتاید با آنچه در خانه دارد پیشنهاد کند، اولا نگاه کرده. میگه در کنج خانه یک سبتی بود که پر از پخته بود و در داخلش میگه یک زنی خیلی برجا مانده افگار در داخل همون سبت بود. میگه حضرت میگه نزدیک شدن، با دست خود میگه طعام دراز میکردن، بر دهان او کس آب میدادن. وقتی که سیر شد میگه دستش میگه مادر برداشت، یک دعای داد میگه و قصاب میگه از خانه بیرون شد. وقتی میگه این قصاب از خانه بیرون شد، من نزد سبت حاضر شدم و گفتم مادر السلام علیکم، شما کی هستین؟ گفت من مادر همین قصاب هستم، سالهای زیادی رنج دارم، مصیبت دارم، بیماری دارم، لیکن الحمدلله که این فرزند من دایم در فکر نفقه من هست، شکم و لباس من و جای خواب من دائم معین کردگی هست. میگد گفت مادر عزیز، آیا یگان امید، آیا یگان دعا، آیا یگان درخواست مقصد داری؟ گفت ای مسافر، گفت فقط یک امید دارم و دائم دعای من همین است که این فرزند من بعد این قدر مهربانی هایی که بر من میکند، خدایا در جنت در همسایگی حضرت موسی باشد. فقط دعای من گفت همین است. میگه حضرت موسی گریان شدند و گفتند مادر، گفتند یک شادیانه بر من بده، یک هدیه بر من بده، زیرا که همان موسی که تو میگوی همان موسی من هستم و همان پیغمبر من هستم و دعای تو در نزد خدا اجابت یافت و این فرزند تو در جنت همراه من است. خوش به حال اون فرزندهایی که همراه پیغمبرها و همراه شهدا در جنت از پشت چی؟ از پشت خدمت کردن در حق پدر و مادر هست. رسول اکرم در حدیثهای فراوان خود به ما و شما خبر میدهد کسی که سحر از خواب میخیزد مرضیا لابویه، هر وقتایی که سحر بیدار می شود پدر و مادر از او راضی هست، پدر و مادرش راضی هست. مادامی که پدر و مادر راضی شد، رسول الله چی گفتند؟ له بابان مفتوحان الی الجنه. وقتی که پدر و مادر سحر که از تو راضی باشند، 2 دروازه از دروازه های جنت برای تو گشاده ایستادگی منتظر تو هستند. و من امسا مثل ذالک، اگر تا بیگه هم که راضی ایستند، رسول الله گفتند اون دروازه ها هم گشاده منتظر این فرزند هستند. و این کان واحدا فواحد، رسول الله گفت اگر یک تش راضی باشد، 1 دروازه جنت برای تو گشاده هست. و اگر شخص سحر میخیزد در حالتی که مسخیطا لابویه، پدر و مادر از او راضی نیست، یعنی با او فرزند قهری هستند یا ملال هستند، رسول الله چی گفتند؟ کان له بابان مفتوحان الی النار، 2 دروازه از دوزخ برای این فرزند گشاده ایستادگی هست.
و من امسا مثل ذالک. اگر تا بگه این پدر مادر راضی نشد، اون دروازه های دوزخ برای این فرزند چی هستند؟ کشاده و منتظر این فرزند هستند. و این کان واحدا فواحد، اگر یکی همین هم غضبناک باشد، میگه ملال باشد، ناراضی باشد، یک دروازه دوزخ برای این فرزند منتظر است. لکن در دوام رسول الله چی گفتند؟ و این ظلم و این ظلم و این ظلم، 3 بار گفتند. اگر چنده که پدر مادر تو ظالم باشد، پدر مادر تو ظالم باشد، پدر مادر تو ظالم باشد، اگر چند پدر مادر ظالم هم باشد، تو چیکار کن؟ تو خدمتی در حق پدر مادر را برای خود روا ببین و خدمت از آنها کنده نکن. زیرا خدا را بین در سوره همین لقمان. و ما و شما چی میگوید؟ امروز بسیار جوانها میآیند پیش ما، سوال میکنم پدر من فلان گپ گفت، آیا من در همین گپ خلافی اگر پدرم کار کنم چی میشود؟ خیلی خوش به حالشون که سوال میکنن و جواب خودشان هم میگیرن. خداوند در قرآن به ما و شما تذکر میدهد، میگوید و این جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا. صدق الله العظیم. سوره لقمان است. خدا میگوید اگر پدر و مادر بر کدام شما ای فرزندها امر کنند این که فرزند من به خدای خودت مشرک شو، یعنی شریک در ذات خدا بیار، یا میگویم فرزند من نماز نخوان، فرزند من روزه نگیر، فرزند من مالداری زکات نده، فلا تطعهما، این پدر و مادر به زمین این قدر احترامی که دارن تو اطاعتشان نکن. در حالتی که به خدای خود گناهگار شدند، پدر و مادر تا اطاعت نکن. و صاحبهما فی الدنیا معروفا، لیکن اگرچند پدر تو کافر هم باشد، مشرک هم که باشد، مفسرای قرآن زیاده از 10 تفسیر ما در خانه داریم، همش چی میگن؟ و صاحبهما فی الدنیا معروفا، با این پدر کافر، با این پدر مشرک تو چیکار کن؟ معامله خوب کن، در حق اینها خدمت کن. و در بین باز چیکار میکنی؟ همون پدر و مادر در وقتی خدمت کردی، مهربانی کردی، شاید که چیکار کند؟ شاید که این هم باز در دلش خداوند یک ترحم و در دلش خدا یک توفیق جایگیر کند و باز به سوی اسلام چیکار کند؟ رجوع کند از حساب خدمت شما. حتی حضرت موسی را میگوید، در روایت ها میآید که وقتی که بالای کوه تور میرفت با خدای خود میگد نازیده گپ میزد، می نازید که ما با خدای خود چیکار میکنیم؟ یعنی سخن میگوییم. البته و کلم الله موسی تکلیما، این جای حقیقتش است، این یگان افسانه و یگان حکایه نیست، زیرا خدا میگوید که موسی از پیغمبرها کسی بود که همراه من صحبت میکرد، همراه من سخنرانی میکرد. حضرت موسی میگد بالای همون کوه تور میبرامد و بناز با خدای خودش چیکار میکرد؟ صحبت میکرد و احکام و ارکانها را می آورد بر امتی خودش می رسانید. روزی از روزها میگه حضرت موسی بالای همین کوه تور با خدای خود میگه راز میگفت. خداوند خطابش کرد، موسی گفت تا امروز اگر یاد داشته باشی تو به ناز گپ میزدی، می نازیدی، از امروز اعتباراً نزد خدای خودت با ادب باش، احتیاطانه گپ بزن، زیرا تا امروز مادری تو زنده بود، از پسی تو دعا میکرد پروردگارا فرزند من وقتی که نزد تو میآید مبادا بنده هست، یک لغزش میکند، سهو میکند، خدایا تو این را ببخش و بر این غضب نکن. امروز مادری تو از دنیا گذشت، دیگر تو ناز بردار نداری، نزد خدای خود با ادب باش، با احتیاطانه گپ بزن، زیرا یگانه کسی که دلپری تو بود و در حق تو دعا کن بود این مادری تو بود که از دنیا گذشت. خوش به حالی شما فرزندای عزیز، برادرای عزیزی که احترام پدر و مادر دارین. کدام شما اگر با پدر و مادر ملالم که باشین، امروز چیکار کنین؟ رفته بعد شنیدن این سخنها اگر شما ایمان کامل داشته باشین، ترسی از خدا داشته باشین، باوری بر قبر روز قیامت داشته باشین، از پدرهای خود، مادرهای خود عذرخواهی کنین، قدمهای اونها را بوسه کنین و اونها را احترام کنین.
انشاءالله خداوند شما را چیکار میکند؟ همه گناه شما را مغفرت میکند. حتی پدر و مادرم بعد بخشش فرزند انشاءالله باوری دارم که اونها یک صندوق رحم هستند، یک سیله رحم هستند، از فرزند در حال چیکار میکنند؟ گذر میکنند و فرزند خودشان میبخشند. و از این بزرگها بایزید بسطامی هم که خیلی از اولیاهای متقدمین بود، حضرت هم از خدمت پدر و مادر به این درجات خیلی بالای رسیدند که قصه های این حضرت بایزید بسطامی در کتاب ها خیلی زیاد وارد شدگی است، مگر یک قصه ای که در حق پدر و مادر چگونه خدمت کردند. مولوی جنون در نظم های خود یادآوری میکند، میگوید چنین فرمود روز آن جگر ریش، چنین فرمود روز آن جگر ریش، ز رنج و هم فتوحات رهی خیش. حضرت بایزید حکایه میکند که حضرت میگد روز این جگر سوخته راه خدا میگد یک از رنجهای خود، از خیلی مشقتهایی که در خدمت مادر کرده است روز حکایت کرد و به چی مکافات نائل شد. صحبت داشت که بودی مادرم در بستری خواب، که بودی مادرم در بستری خواب، دلش بیدار نامی ذکر وهاب، به بالای سری آن ام نائیم، به دستم کوزه پر آب قائم. حضرت بایزید بسطامی میگوید مادر من بیمار شد، بستری شد، افگار شد، دیگر قوت خیستن نداشت. من که فرزند او بودم، من که پیرو قرآن بودم، من که پیرو محمد بودم و از خدمت پدر و مادر که آگاه بودم، بر بالای سر این مادر خود میگد ایستاده بودم که مادرم فریاد زد فرزندم آب بیار. آمدم میگد به دستم کوزه پر آب قائم، آمدم تا آب آوردم که مادرم خواب برده است. کوزه را داشتم در دستم، زی وهمی که مبادا آب گوید، زی وهمی که مبادا آب گوید، مرا در جستن آبش بجوید. حضرت میگوید من قائم بودنم، راست بودنم به چی مقصد بود؟ به مقصدی که شاید که مادرم آب بگد اگر مرا غافل بیابد یا مرا نیابد. چنان کردم در آن شب انتظارش، دو دستم خسته شد دل انتظارش. چنان همان شب میگد برای من مشکل آمد که در دستم کوزه خود قایم راست استادگی، دو دستم میده شد دل بی قرارش، دلم بی قرار می شد، دست ها مانده می شد. با وقتی صبح شد از خواب بیدار، که بودی تشنه لب آن آب تیار. حضرت میگوید صبح شد، میگد همان قایم ایستادن من، فرمان خدا مرا نگذاشت که من در جای خود بشینم، بلکه همان کوزه میگد در دستم و ایستاده نگاه کردم مادرم وقتی صبح میگه از خواب بیدار شد، که بودی تشنه لب آن آب تیار. و مجرد میگه بامداد که بیدار شد آب گفت، آب درازش کردم، بنوشید آب گفت ای نیک فرزند، نیاسایی دم تو ای جگربند. البته مادر است، غمخوار است. وقتی آب گفت نگاه کرد فرزندش راست ایستادگی هست، گفت ای نیک فرزند، ای فرزندی که دنیا و آخرت تو آباد است، نیاسایی دم تو ای جگربند. چرا تو یک دم آسایش نکردی؟ چرا یک دم راحت نکردی؟ شبی تاری دراز کوزه بر دست، شبی تار دراز کوزه بر دست، چرا ننشسته ای شیدای سرمست؟ میگه حضرت گفتند مادرش که ای شیدای سرمست، ای دوستی خدا، این شبیت راست تو همین بالای پا قرار داشتی و این کوزه در دستی تو بود.
میگه حضرت چی گفتند که گفت از ترس آن که آب گویی، که گفت از ترس آن که آب گویی، اگر غافل شوم هر سو بجویی. گفت از خاطر آن من بالای سر تو ای مادر قرار داشتم که مبادایی که اگر یکی آب میگفتی دویم باره من خواب میشدم که بر تو آب میداد. ز تأخیرم ملال آید به خاطر، ز آزارت به جانم میرسد تیر. اگر تأخیر میکردم از تأخیر کردنم میترسیدم، اگر آبت نمیدادم بر جان من صدها تیر مصیبت و مشقت آمده میرسید. از این خاطر گفت حضرت چیکار کردم؟ من بالای پای خود راست ایستادم و خدمت تو را یک شب انجام دادم. از آن دلیابی او در سحرگاه کشاده شد در اسرار الله. حضرت مولوی میگوید مادامی که دلیابی کرد، مادامی که بر مادر خود خرسند یعنی خدمت کرد، درهای اسرار الهی کشاده شد و میسر شد مراد دل و حکمت، شدم مستغرق فیضان رحمت. وقتی که میگد که اسرار، درهای اسرار که کشاده شد، چیکار کرد؟ فیض خداوندی، رحمت خداوندی بالای من همون شب ریخت و من بر این اولیاگی و به این درجات هایی که رسیدم همه از حساب چی بود؟ از حساب پدر و مادر خدمتش بود. حتی که همین سلطان ویس قرنی که ما و شما داریم، همین حضرت هم از خدمت مادر به این درجات رسیدن که رسول الله خود حضرت سلطان ویس قرنی را ندیدند، لکن به اصحاب خود فرمایش دادند که ابو بکر تو هم سلطان ویس قرنی را نمی بینی، لکن عمر تو بر او چکار میکنی؟ تو بر او رو پرو میشوی. این از معجزه های پیغمبر بود که در حدیث های صحیح پیغمبر میگذرد. تو کس میبینی و اون کس چکار کن؟ از سلطان ویس قرن تو دعا طلب کن، تو دعا طلب کن. که وای گفتن رسول اکرم وای از کجا میشناسیم؟ گفتن کف دستش سفید است، یعنی کسل های سفید شده باشد، کف دستش گفتن سفید است. از این گفتن شما حضرت سلطان ویس قرنی را میشناسید، از او دعا طلب کنید. بین حضرت عمر یار دوم پیغمبر خدا که رسول الله گفته بود انت فی الجنه، ای عمر تو در جنت هستی، باز عمر را سفارش داد که دعای حضرت سلطان ویس قرنی را بگیرید. برای چی؟ برای که او خدمت مادر کردگی است و خدمت پدر کردگی است. در مسئله ها میگذرد کسی که عاقی پدر و عاقی مادر است در امامتش کراهیت است. این اگرچه عالم است، اگرچه مفسر قرآن است، اگرچه یعنی چی رتباتی نداشته باشد، اگر عاقی پدر و مادر باشد در نمازی که به مردم میخواند کراهیت دارد. تا این اندازه را فقهای ما و شما مهنت ها کردگیند. کدام پدر و مادری که از کدام فرزندی که اگر ناراضی گذشته باشد، یعنی گذاشته رفتن، برای اونها را هم ابولیث سمرقندی توصیه میدهد. شاید که این فرزندها از حساب نادانی کردند، یا شاید فرزندهایی باشند که این چنین خدمت‌هایی که الحال من ذکر کردم از گذشته ها شاید این خدمت‌ها را نکرده باشند و افسوس بخورند که اگر پدر و مادرمان میشد هر آینه این خدمت‌ها را میکردیم و دعای اونها را میگرفتیم. برای اینها هم وظیفه است. ابولیث سمرقندی میگوید برای آن کسانی که افسوس میخورند که پدر و مادر از آنها راضی شود و این فرزند اهل جنت شود، یا فرزندی که پدر و مادرش از اون ناراضی گذشتگی هست، اونها چیکار کنند؟ اونها باید که اولا گفت حضرت ابولیث سمرقندی هم که محدث است میگوید که اولا خود فرزند باید صالح باشد، برای اینکه اگر پدر و مادر از او راضی شوند، پدر مادری که گذشتگی هستند بخواهند که اگر اونها را در قبر از خود راضی کند، در دنیا خودش صالح باشد. یعنی هم فرزند نمازخوان باشد، فرزند حلال خور و حلال رفتار باشد. دویم وظیفه‌اش با رفیقهای پدر و مادر رفت و آمد داشته باشد. سیوم وظیفه‌اش خیر و احسان در حق پدر و مادر کند. اون پدر و مادر از این فرزند در این دنیا راضی می شوند، اگرچند که ناراضی هم که از دنیا گذشته رفته باشد. و
و برای آن کسانی که پدر و مادرشان زنده هستند فراموش نکنید که جنت و دوزخ شما در پیش شما هست. اگر راحت جنت میخواهید مرحمت، و اگر درهای کشاده دوزخ میخواهید هم مرحمت در دنیاست، در پیش شماست. لیکن فکر میکنیم که عذاب دوزخ ما و شما طاقت نداریم. عذاب دوزخ علاوش آتشش مثل آتش دنیا نیست، بلکه 70 برابر رسول اکرم گفتند از این آتش دنیا فرق کننده است. شما برای یک تجربه بالای یک همین گاز شما شعله‌ور کنید، بالای همون یک بگیم ثانیه دستان بالای همون بدارین. در آتش دنیا شما طاقت ندارین، چگونه مثال آتش دوزخ ما و شما طاقت میکنید؟ نداری طاقت یک زخم سوزن، نمیترسی چرا از سوز گلخن؟ البته شما طاقت یک زخم سوزن هم ندارین، از سوز گلخن از آتش دوزخ چرا شما نمیترسید؟ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا از ثواب و از اجرهایی که در این امر معروف و نهی از منکر موجود هست، خدایا این گوش کننده ها را نصیب و روزی بگردانی، و خدایا همه ما را محب مسجد و محب پدر و مادر و محب شنیدن امر معروف و نهی از منکر بگردانی، و خدایا تمام جوانهای ما را، تمام مردم ما را خدمت کننده در حق پدر و مادر بگردان، و با دعای نیک این پدر و مادر وارد شدن جنت را بر همه ما خدایا نصیب و روزی بگردان. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیر احسان هایی که در پیش ماست، خدایا این خیر احسان ها را به درگاهش مقبول بگرداند، و خدایا در هر دو عالم این برادرها را سربلند نگاه بداری، مرادها و مطلوبهاشون خدایا حاصل بسازی. آمین و رب العالمین. خیلی سوالهای زیادم در نزد ما در خانه هم هست. چند جمعه هست که فقط ما موضوع گپ میزنیم. میخوام که جمعه آینده در باب سوالها و جوابهایی که هست البته سوال جواب میکنیم، و خدا خواسته باشد جمعه های آیندهش باز میبینیم که فصل قیامت یا یگان فصل دیگر را به سمع شما میرسونیم.